اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما عزیزان از اینکه در خدمتون هستم برای سومین روز و پنجمین جلسه. خداوند متعال رو شاکرم. عزیزان، بحث دیروزمون رو ما پی گرفتیم. از روز اول جریانی برای شما تحریزی شد، مشخص شد که در کلام الله مجید اشاره شده به یک راز بزرگ. عنایت داشتید با خود قرآن پیش آمدیم، راز ذریه و این که در آخر این حرکت منجر خواهد شد به یک اتفاق بزرگ، اتفاقی که دست شیطان از انسان کوتاه خواهد شد و بعد از آن است که تازه انسان بندگی رو آغاز خواهد کرد. تا اون روز انسان درگیر خودشه. روزی میرسه روی همین کره زمین، آیات قرآن اشاره میکنن اتفاق روی زمین میفته، اصلا شکی درش نیست. میگه علل ارض، روی زمین اتفاقی میفته در وقت معلوم که ابلیسی دیگر نخواهد بود و ما تازه به نقطه ابتدایی خلقت برمیگردیم. اشتباهی کردیم، آمدیم جبران کردیم. از اون موقع به بعد روزی است که همه انسانها ولی الله خواهند شد. انسان آنطور که شأنش هست، آنطور که دردانه آفرینش بود، اونطور که شایسته خداوند متعال هست، اونطور که شایسته خودش هست، زندگیش رو ادامه خواهد داد. خب جریانی شناسایی کردن این مسئله رو دارن پیش میرن که این اتفاق نیفته. بدل‌های رو کردند، ذریه‌های به قولی قلابی رو کردند. با این جریان آشنا شد. در مسئله قربانی کردن که برای ذریه اتفاق افتاد و قربانی کردنی که او باید از نسل پاکان میگرفت، هم شما دیدید که اینها کار کردن. و در پایان خدمت شما عرض بکنم که مطلبی در روز گذشتمون من احساس کردم که شما عزیزان خسته بشید، گفتم این رو امروز عرض بکنم خدمت شما. ما خدمت شما گفتیم آلیستر کرولی، اون شیطان پرست و جنگیر معروف قرن 20 در سال 1904 کتابی نوشت، کتابای زیادی داره ها، کتابی نوشت به نام قانون یا شریعت که در اونها خیلی چیزها رو لو داد. من صفحه آخر این کتاب رو نخوندم، گذاشتم برای مطلب آخر. او در صفحه آخر از کتاب خودش در آیه 71 میگه که قبلش گفته خدایا به یاد داری در بابل از ما قربانی گرفتی، اکنون نوبت ماست که از تو قربانی بگیریم. آیه 71: درود بر شما دو قلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. آیه 72: من سرور عصای قدرت مضاعفم. عصایی که موسی داشت و قدرتی داشت باز من بود. موسی کابالا را از کاهنان گرفت، کاهنا با من در ارتباط بودن. چرا که من گیتی را خرد کرده ام و هیچ باقی مانده است. و آیه 73: برگها را از راست به چپ و از بالا به پایین بچسبان و سپس آگاه باش. جلال و عظمتی پنهان در نام من است، همانطور که خورشید نیمه شب همیشه خورشید است. پایان کلمات یک کلمه نامفهوم رو اسم میبره که مشخص نیست چیه. ابراها دابرا، این کلمه رو میگه پایان کلمات این کلمه است. خب اینا باید ابجدش محاسبه بشه، کاری هم نداریم، هر کوفت زهر ماری که میخواد باشه. خدمت شما عرض بکنن طبق نظر این ملعون وقتی به شما میگه سلام بر شما دو قلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، و طبق آیه 73 میگه برگه ها رو از راست به چپ بچسبان و سپس آگاه باش، شما متوجه این نکته میشید. یک بار دیگه با هم میخونیم. درود سلام بر شما دو قلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. همانطور که در جریان برج بابل دیدید از آسمان صاعقه‌ای خورد و دیدید صاعقه شد همان اسلحه خدای زئوس که پرندش عقاب بود. در $1 شما میبینید همین اتفاق میفته و اگر تا بزنید عقابی میخوره بر روی سر ساختمان نیمه تمام. ساختمان زمانی تمام خواهد شد که نوز اردو سکولارم، نظم نوین سکولاریسم بر جهان حاکم بشه، نظمی که در اون دیگه اثری از خدا نیست. سکولاریسم همه جا رو گرفته و میگه برگه ها را بردار
از راست به چپ و از بالا به پایین به هم بچسبان و سپس آگاه باش. وقتی این کار رو شما میکنید ماجرای 11 سپتامبر رو میبینید که اون وقتی که متوجه میشید چه برنامه ریزی شده بود که به بهانه 2 برج حمله بشه به 2 کشور. میگه برگه ها را بردار، نمیگه برگه را بردار. خدمت شما عرض بکنم وقتی شما اینو قبلا عرض کردم برگه ها رو با هم میچینید کنار هم دیگه و به اون شکلی که گفته تا میزنید میبینید مراحل ریزش رو شرح داده. در $5 در 2 برج سالمه، در $10 نوکش آتیش میگیره، در $20 آتیش میاد پایینتر، در $50 کلا فرو میریزه، در $100 فقط دودش بلنده. میگه خدایا به یاد داری از ما قربانی گرفتی، این هم عوضش. در مقابل در پس این حمله میشه به 2 کشور اسلامی، عراق و افغانستان. 120,000 کشته جنگ افغانستان میگیره، بهانه‌ای که طالبان به دست خودشون میده. شبی که میخواد حمله بشه به برج‌های 11 سپتامبر، به برج‌های ورلد ترید سنتر، مرکز تجارت جهانی، برادر بن لادن با جورج بوش قرارداد نظامی مشترک با هم دیگه امضا میکنن. و حالا هم که این خبری که امروز آمد که بن لادن هم به درک واصل شده و کشته شده، یه خورده توی این جریانات خیلی دقیق باشید و حساس باشید و محتاطانه عمل کنید در مقابل جنگ رسانه‌ای که اونا به راه میاندازن. خیلی ساده نباید همچین چیزی رو پذیرفت. خدمت شما عرض بکنم که ممکنه کشته باشنش، همونطور که برای صدام تاریخ مصرفشون تموم شد، دستمال کثیف بود که انداختنش دور. بن لادن هم امروز تو این بیداری اسلامی باید یه حالی بهش میدادن که بتونن جریان رو جمع بکنن. در عراق 1 میلیون کشته. این آمار 1 میلیون کشته مال 7 ماه پیشه، 7 یا 8 ماه پیش، یعنی الان قطعا خیلی بیشتر شده. 65% جمعیت عراقی ها شیعه هستند، 35% هم نزدیک 30% اهل سنت، یک 5% هم که میمونه میشه بقیه آشوری ها و بقیه ادیان که خیلی تعدادشون کمه، همون 60 به 40 یا 65 به 35 میگیرن. خدمت شما عرض بکنم که 85% بمبگذاری ها در میان شیعیانه، یعنی یا در شهرک شهید صدر یا در نجف یا در کربلاس یا در میان زائرینی که داره میره. 85% 1 میلیون نفر میشه 850,000 قربانی شیعه. بقیه خون برادران اهل سنت ماست که با خون شیعه قاطی میشه روی زمین میریزه و بزرگترین قربانی تاریخ رو اینا دارن انجام میدن. از آلیستر کرولی ابلیس بهش چی گفت؟ برایم خون بریز، خون کودکان، دومین خون اهل بهشت. از اینجا شما تأییدیه‌ای برای دین خودتون میگیرید که از دیدگاه اینا شما اهل بهشت هستید، باید خون شما ریخته بشه. آرزوشونه روزی دستشون به ایرانی ها برسه، آرزوشونه، جدی عرض میکنم. در افغانستان هم همینطوره، حدود 20-25% شهدا شیعه هستن و مابقی 75% تا 80% هم برادران اهل سنتمون. اونجا خب از 120,000 نفر این درصد رو حساب کنید، در کل میبینید نزدیک 850 تا 900,000 نفر شیعه و بقیه برادران اهل سنت از 1,100,000 تا 1,200,000 نفر کشته شدن و این خیلی عجیبه، یک حادثه و ضایعه بزرگی است و تونستن به رسانه جوری کار بکنن که خدمت شما عرض بکنم ما این رو پذیرفتیم. یعنی وقتی شما دارید اخباری رو گوش میکنید، تو اخبار میگه 50 نفر در عراق کشته شدن، برای شما یک مسئله کاملا عادی است دیگه. اما اگر همین خبر این باشه که 3 نفر در نمیدونم اسپانیا کشته شدن، سریع تیز میشید ببینید چی شده توی کشور اروپایی کشته شده. تونستن این مسئله برای ما جا بندازن متاسفانه. علی حال این مسئله بود که از جلسه قبل مونده بود و من باید توضیح میدادم تا بدونید که این جریان قربانی کردن به کجا داشت منجر میشد. اگر خاطرتون باشه در جریان بررسی مسئله تاج خاطرتون باشه ما عرض کردیم، توی اونجا میگه که برای به وجود آمدن نظم نوین جهانی ما، خوب نگاه بکنید ببینید، اگر من نگاه کنید، بله، هنگامی که پادشاه قوم اسرائیل تاج شاهی را که اروپا به وی تقدیم میکند، دیدید اتحادیه اروپا 12 ستاره اتحادیه اروپا بر سر مقدسش میگذارد، این پروتکل ها مال 1897 این کتاب مال 1904 به سمت پدر دنیا منسوب می شود، می گردد، به علاوه شمار قربانیانی که ناچار به پیشگاه وی تقدیم می شود. خیلی کمتر از شمار کسانی خواهد بود که در اثر جنون و رقابت بین حکومت‌های غیر یهودی قربانی شدند.
این مسئله رو گفتم شاید یادتون بره این کانکشن رو برقرار بکنید، گفتم حتما گوشزد بکنم. اما این همه بیش فعالی برای چیه؟ در اینکه صهیونیست‌ها به بیش فعالی افتادن ذره شکی نیست. در مورد این جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد، اما این جلسه بحث بسیار بسیار مهمی پیش رو داریم. ببینید عزیزان، از خود من بپرسن مهمترین بحثی که در موردش صحبت میکنید چیست؟ همین بحثه. چند روز پیش دیروز بود اشتباه نکنم، دانشگاه گنبد من این بحث رو ارائه دادم. اونجا هم عرض کردم، گفتم این بحثی است که دیگه متاسفانه یا خوشبختانه این بحث حجت رو بر خیلی ها تمام میکنه دیگه، چون تمام قرآنی است. عزیزان، بنده اعتقاد دارم کسی که تورات نداند، کسی که تورات نخواند، کسی که تسلط نداشته باشد به تاریخ یهود، از تفسیر و معنا کردن و دریافتن 900 آیه قرآن عاجزه. چون بیش از 900 آیه قرآن در مورد اینها آمده. 900 آیه قرآن خیلی زیاده. نام مبارک پیامبر ما در قرآن 5 بار آمده، 4 بار به نام خودش، 1 بار هم به نام احمد. اما نام حضرت موسی 136 بار در قرآن آمده. این همه تأکید برای چیست؟ نام فرعون بارها و بارها تکرار شده. شما میگید خدایا این همه حاکم ظالم، در حالی که قرآن که در بین النهرینه باید مثالهای چی بزنه؟ بین النهرینی. از نمرود بگه، از بخت و نصر بگه. ببخشید در منطقه خاورمیانه خودمون هست، در منطقه حجاز، بعد از مثالهای اونجا بزنه، یا نهایتاً عراقی که نزدیکتره، تا این که به یک باره بیاد از مصری بگه که در یک قاره دیگه هستش. اما چطور میشه به فرعون اشاره میکنه؟ کسایی که در مورد صهیونیسم و فراماسونری تحقیق کردن آگاهن، میدونن. صهیونیستا میگن ما در آخر الزمان، این دیدی گفت پادشاه ما به حکومت برسد، تاج پادشاهی رو، اسم این پادشاه رو گذاشتن نیو فرعون، فرعون نو، فرعون جدید. میبینید قرآن شما خیلی، اصلا من دیگه بدم میاد هی بگم قرآنمون اینو گفته دیگه، تمومش کنیم، خجالت بکشیم دیگه. به خدا من با اصلا خجالت حیا میکنم هی بگم که آقا دیدی قرآنمون گفت، دیدی که چی دیگه، تمام شد. میخوای بگیری هدایت رو بگیر، نمیگیری به درک. والا میخوای بگیری یهدی من یشا، هر کی بخواد هدایت میکنه. گرفتی دست هدایتو. آیه 38 بقره چی بود؟ گفت هدایتو براتون میفرستم هدن رو. خیلی جالبه. گفت گرفتی لا خوف علیهم، هیچ ترسی نداره ولا هم یحزنون. نگرفتیش باباتو میسوزونم. خیلی قشنگ داره میگه. خود دانم ما وظیفمونه بگیم. من نمیگم ما خدا داره میگه، میگم از ما بگیم به شما، آگاه باشه، حجت بر شما تمام بشه. در قرآن آمده دیگه. از من نخوام دیدی تو قرآن بود دیگه. خوشم نمیاد دیگه. چقدر اینو تکرار کنیم؟ یه به سنگ اینا رو گفته بود تکون خورده بود دیگه. این همه معجزه. بنده اعتقاد دارم بدون آیات بنی اسرائیل اصلا و ابدا نمیتوانید شما ظهور رو درک بکنید. مسئله ظهور امام زمان در آیات بنی اسرائیل نهفته شده است. دونه دونه آیه رو با هم دیگه پیش میریم، شما خواهید دید. ماجراش هم خیلی جذاب و جالبه، چون داستانه. ماجرای قوم بنی اسرائیل موقع خروجشونه. بعیدم میدونم که جای شنیده باشید، یعنی گوشه‌هاشو شنیدید، اینجوری یک جا جامع نشنیدید. خدمت شما عرض بکنم که قوم حضرت موسی قبل از آن که حضرت موسی بیاد 400 سال بدون پیغمبر بوده. اونطور که استنباط میشه فقط فقهایی بر اینها حاکم بودن، افرادی از خودشون که اینا رو به سمت دین خدا فرا میخوندن. دوره غیبت 400 ساله ولی معصوم آغاز میشه. قبلش خدا اینا رو غرق در نعمات کرده بود. در زمان یوسف عزیز مصر تمام زمینهای خوب اطراف نیل در اختیار عبرانیان قرار گرفت. بعد از رحلت حضرت یوسف فرعون بعدی دیگه با اینا راه نیامد. دستورهای بسیار سختگیرانه علیه اینا صادر کرد. بسیار سختگیرانه. به عنوان مثال هیچ مرد عبرانی حق آموزش هیچ گونه شغلی را ندارد. به خاطر اینکه این استنباط رو میکرد، میگفتش بحث سیاسی بود، میگفت اینها یک بار به مدیریت رسیدن برای 7 پشت ما بسه، همون یوسف هممون رو زد کنار. به خاطر همین هیچ شغل مدیریتی را نباید یاد بگیرن.
محکم روی این حرفش بود. تا جایی که در تورات آمده مادر حضرت موسی یوکابد هنگامی که میخواد حضرت موسی رو بندازه توی دریا، توی رود، چیکار میکنه؟ میره یه سبد تهیه میکنه. این سبد رو خود بنی اسرائیلی ها نیستن که میبافن. یک نفر ایشون پیدا نکرد تو بنی اسرائیل بلد باشه سبد ببافه یا جعبه براش درست بکنه. هیچ کدوم بلد نبودن. چه کار کرد؟ رفت به یک مرد قبطی سفارش داد براش سبد ببافه. خیلی جالبه. چنان اوضاع بر اینها سخت شد، مردهاشون اینا رو میکشتن. میگفتن اگر تعداد مردا اینا زیاد بشه ممکنه چیکار بکنن؟ حمله نظامی بکنن. همان اتفاقی که اینها امروز تو فلسطین دارن انجام میدن. مردها رو با گلوله میزنن، میگن مردها اینا رو بزنن. یک رنج سنی دارن، میگن انقدر سال تا انقدر سال هیچ وقت راه نمیدیم تو فلان جا. دیدید؟ میگن مثلا تو بحث مثلا نماز جمعه بیت المقدس تو این رنج سنی نباید بیان. یا موقعا گلوله ها اینا هدفمند، پیرمرد دیگه نمیزنن، میگن به درد نمیخوره که کاری از دستش بر نمیاد. همین اتفاق افتاده بود. مردای اینا رو میکشتن، کار نداشتن زن و بچه یادداشت یا نه، به یک رنج خاصی داشتن. این تعداد بیشتر نباید میشدن و بقیه مردایی که زنده میموندن فقط یک شغل براشون تعریف شده بود: مشاغل خدماتی برای قبطی ها. نژاد برتر در مصر کیست؟ قبطی ها. ایجیپت میشه چی؟ اسم کشور مصر. مثل ایران که از هم کلمه آریایی گرفته شده. نژاد رو میگفت. خدمت شما عرض بکنم این نژاد خوب بود، بقیه آدمیزاد نبودند. خدمت شما عرض بکنم که همین مسئله نژاد پرستی است که بعدها عقده میشه برای یهودیان. شدیداً نژاد پرست میشن. دلیلش همینه. آقا فقهایی که بین اینها بودن اینا رو رهنمون شدن، گفتن به ما گفتند آن موعودی که میخواهد بیاید موسی نامی است از میان خود ماست، باید براش کار کنیم. چی کار کنیم؟ آقا خودتون رو از دست ندید، رو دین محکم بمونید. عزیز دل من، عین اتفاق الان یک بار افتاده، قرآن کاملا بهش اشاره کرده. فقها اومدن گفتن، یعنی عالمان دینشون گفتن آقا این کار انجام باید بدیم، این کار انجام بدیم، و اینها مضطر شدند. مضطر که اضطرار داشتن ها. به زنشون تجاوز میشد جلوی چششون. هر قبطی علاقه داشت هر لحظه‌ای دلش بخواد ناموس بنی اسرائیل بر اینها حلال بود و مرداشون هم میکشتن. اضطرار از این بیشتر، اینا میشستن زار اشک میریختن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. زار اشک میریختن. به یک بار فقها آمدن گفتن این خواهشی که در شما به وجود آمده ظهور موعود را نزدیکتر. حضرت موسی موعود و منجی بود. اینو بدونید، حضرت موسی عین حضرت عیسی است، منجی است. اصلا رو این بحث نشده. متاسفانه گفتن نزدیکتر شده، خوشحال بشی. این نیاز در اینها بیشتر شد. میگه تا نگریت طفل کی جوشد لبن، تا بچه گریه نکنه کی شیر جوشش پیدا میکنه. این نیاز وقتی به وجود بیاد، خواهش به وجود بیاد، خدا میده. وقتی نخوای برای چی میخواد بده؟ آقا چنان خواهش و تمنا در اینها بالا رفت، به یک باره گفتن 30 سال دیگه نزدیک شد، آقا 20 سال دیگه نزدیک شد، آقا 10 سال دیگه نزدیک شد. این پیرمردا حول و ولی افتاده بود توشون، ما هم میتونیم ببینیم. به یک باره گفتن اونی که از در آمد موسی است. آقا اینا بلند شدن، اومد برای اینا عزت آورد، وایستاد جلو فرعون. خدا هم به همراهش معجزه بهش داد. با برادرش هارون رفتن فرعون زدن کنار. 9 تا معجزه بر اینا آورد. 9 تا عذاب الهی بر فرعون وارد کرد. فرعون هی کم می آورد. خوب گوش بکنید. میگفت غلط کردم، قبول دارم خدات وجود داره، آقای نجدار بنداز عقب. تا پس میزد میگفت نه خودت ساحری. آزمون بزرگ انجام داد برای سحر. شما میدونید ماجرای اژدها پیش آمد، باز دوباره گفت نه تو خودت گنده اینایی. آقا تا روزی که به یک باره اینها حضرت موسی جمعشون کرد، نزدیک چندین سال با وجود فرعون در بینشون بود. توی این سالها کار زیبای حضرت موسی شکل گرفت. آموزش مدیریت. شروع کرد به اینا درس دادن. به اینا درس داد. درسی ها، دانشگاهی رو فرض بکنید استاد دانشگاه اون ولی معصومه. یعنی چی؟ گناه میکنه، اشتباه تو حرفش هست، خود حرف خداست.
از این استاد دانشگاه بهتر میخوای؟ خود حرف خدا فوق‌العاده است. خدمت شما عرض بکنم که به اینا آموزش داد، اینا آروم آروم مدیریت یاد گرفتند. فرعون هم نمیتونست برخورد بکنه، میترسید، تا موقعی که حضرت موسی با اینا عهد بست. یک عهدی شبانه بین اینها، بسیار اتفاق مهمی است در تاریخ. این عهدی شبانه بین موسی و قومش بسته شد. چند نفر؟ 600,000 نفر. جمعیت عبرانیان تورات میگه. ما بگیم که تورات مثلا مبالغه کرده باشه، مثلا 300,000 نفر، جمعیتی زیادی است. عهد بستن، گفتن که ای موسی، ما تو را از خدا خواستیم، اومدی برای ما عزت آوردی، نمیشه بریم یه جایی خودمون یه کشوری درست کنیم از شر اینا راحت بشیم. موسی از خدا خواست و خدا به موسی گفت مبارکتان باشد، شما اولین قومی هستید بر روی زمین که حکومت ولی معصوم خواستید. اولین قومی که بر روی زمین حکومت ولی معصوم، یعنی اون رئیس حکومت معصومه، فرمانده نظامی معصومه، فرمانده سیاسی معصومه، فرمانده مذهبی، هر سه اینا یکیست، موسی معصومه، خواستند. موسی گفت خدا قبول کرده، یا الله باید بریم. به کجا؟ به زمین موعود. یا الله بریم به زمین موعود. برای اینها زمین موعودی خدا قرار داد. شبونه راه افتادن 300,000 نفر، یا به گفته تورات حرف خودشونو در نظر بگیریم اوضاع پیچیده تر میشه. 600,000 نفر جمعیت رو جمع کردن، زن، بچه، پیرمرد، پیرزن، رسیدن به دریا. برگشتن دیدن فرعون داره دنبالشون میاد، فهمیده از شهر خارج شدن. برگشتن به موسی نگاه کردن، اونجا عده‌ای شروع کردن غرغر کردن که بابا ما هممون اینجا الان کشته میشیم. حضرت موسی گفت ببینید شما 1 تا 10 رو برای خدا انجام دادید، کار دیگه ای از شما بر نمیاد، بقیهش با خداست. عصا رو زد به دریا، باز شد. اینا افتادن تو مسیر میرفتن. نکته جالب اینجاست، تورات میگه 12 تا راه آب درست کرد. 12 تا، یه دونه اتوبان نزد، 12 تا لاین کشید، برای هر سبت یه لاین. سوال میپرسید چرا؟ تو اون هیروبیری چه وقت این کاره؟ چون اینها با هم اختلاف داشتن، مشکل داشتن. یعنی ممکن بود تو اون هیروبیری که یه کوه آب این طرفه، یه کوه آب این طرفه، پشت سر دشمن خونی داره حمله میکنه، برسه تکه تکه کرده اینا رو، توی اون حالت هم اینا با هم دعوا کنن. اگر کسی بیاد این طرفتر. از آب گذشتند، رسیدن اون طرف، دشمنشون وارد رودخانه شد. اینا که رد شدن، آخرین نفر که رد شد، آب بر هم فرو ریخت، مثل 2 تا کوهی که فرو میریزن توی دره، فرو ریخت، همه رو نابود کرد. آخرین لحظه فرعون فریاد زد، گفت ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل. قرآن میگه الان، خیلی قشنگ واژه میگه الان، یعنی دیگه الان به درد خودت میخوره. عزیزان این رو بدونید، افرادی که رسیدن به این که مهدی موعود هست اما گناه میکنند، در مقابل خدا سرپیچی کردن و گناه کار کبیرن، با آمدن مهدی موعود دیگه فرصت توبه کردن ندارند. چون فرعون میدانست موسی بر حق است. آی کسانی که میدانند مهدی و آن آخر الزمانی بر حق است. اگر قبول نداشته باشه یه حرفها، مسیحی خبر نداره، اصلا تو قاره آفریقا داره زندگی میکنه، پیام بهش نرسیده، حجت برش تمام نشده. آن لحظه ای که فرعون، ببینید سوره یونس آیات 90 تا 92، ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم، فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبشان پرداختند. چون فرعون غرق میشد گفت ایمان آوردم که هیچ خدایی جز آن که بنی اسرائیل بدان آورده اند نیست و من از تسلیم شدگانم. آیا اکنون؟ و تو پیش از این عصیان میکردی و از مفسدان بودی. امروز جسم تو را به بلندی میافکنیم تا برای آنان که پس از تو میمانند عبرتی باشی و حالان که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. این تکه آخر که میگه و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، برای شما داره صحبت میکنه، میگه غافلا، از این درس بگیرید. برای چی باید ماجرای فرعون تعریف کنه؟ به همین فکر کنید، برای چی داره اینجوری مردنشو میگه؟ برای چی 9 بار قبلش خدا بخشیدش، این آخریه دیگه بخشیش صورت نگرفت؟
بحثیست. رفتن اون طرف ماجرا، حواست به من باشه، وقتش برسه خودم براتون میخونم. رسیدن اون طرف رود، 100 نفر رو اردو میبری، پدرت میاد جلو چشمت، 100 نفر، 600,000 نفر گله گشنه رو آورده این طرف. بنده خدا حضرت موسی مونده بود، یهویی برگشتن نگاه کردن گفتن بابا دمت گرم، عجب کاری کردی یا فرعون بود اینی که اینجوری به این سادگی له شد، خورد شد. خب بریم. سوال 1، چرا قوم موسی بعد از نابودی فرعون دوباره به مصر برنگشت؟ چرا فکر نمی کنید در مورد آیات قرآن؟ چون عهدی بستند، گفتن حکومت الهی تشکیل میدیم. خدا داره آزمایش میکنه، 3 4 5 تا آزمایش هست. هر کی بخواد حکومت مهدوی انجام بده باید اینا رو پس بزنه. عمرن خدا نده. اون حکومت ویژه‌ای است که هر بچه‌ای تیو عرض میکنه، نمیده به این مفتی. اینا رو خدمت شما عرض بکنم چرا برنگشتن به مصر. میدونید چرا؟ چون اینا باید میرفتن به زمین موعود، نه مصر. از مصر به زمین موعود، از تهران به مشهد. وقتی یک سفری پیش یه ازی داری، یه بی، باید از ازه دل بکنی، امید بدی به اون به مشهد. خدمت شما عرض بکنم که اینا راه افتادن. گفتن موسی تشنمونه بابا، 600,000 نفر حق آدمن دیگه. گفت شما 1 تا 10 تون رو برای خدا انجام دادید، اعتماد کردید به خدا. ببین قوم موسی نگفت موسی ما رو کجا میبری؟ گفت میبرمتون از اینجا بیرون. گفتن خب اونجا که رود خونه است، تو کشتیت کو؟ پل نداره اونجا که، چجوری ما رو میبری؟ بذار. گفت دریا براتون نصف میکنم. نگفت دریا براتون نصف میکنم، بذار دوربین بندازم دریا باز شده. نه نمیایم، خالی میبنه، اول دریا رو باز کن تا بیایم. نه عزیزم، توکل. شرط توکل اینه به خدا اعتماد کنی. ما به خدا اعتماد نداریم، دروغ میگیم. آقا دروغ میگیم. خدمت شما عرض بکنم که حضرت موسی گفت شما کار خودتون رو انجام دادید، تشنتونه. سنگی رو گذاشت وسط میدون جلوی چش همش رو زمین. میدون نه که میدون فیزیکی باشه، یعنی جمع شدن. عصاش رو زد به سنگ، 12 تا چشمه ازش جاری شد. چرا 12 تا؟ باز به همون مسئله دلیل. آقا اینا حساب کار دستشون اومد. آیه قرآن تورات هم همینا رو آورده. شور آب ریخت، کوزه هاشون رو پر کردن، چه آب گواره، آب معدنی. نکته جالبش میدونید چی بود؟ اینا آبو که برداشتن آبش قطع شد. حضرت موسی گفت این سنگر رو با خودتون بذارید توی خورجین مرکبتون، با هم ببریم. هر جا لازم داشتن سنگر میذاشتن، عصا میذاشت، شور دوباره آب میریخت. کلمن همراه. خیلی جالبه ها. کلمن بهشون داده بود تکنولوژی رو داشته باش، قانون بقای ماده و انرژی رو همه رو یکی کرده. خدمت شما عرض بکنم که آقا رفتن گفتن موسی گرم، آفتاب میخوره تو کلمون. گفت ایرادی نداره، شما دردونه های خدایید. اولین قوم هوشمندی روی زمین فهمیدن زمین به دردش نمیخوره، خدا میخوان. یهودیان بودن، حقیقت رو آدم میگه، بنی اسرائیل بودن. گفتن حکومت خودتو میخوایم. الله خدا تو دستش گرفت اینا رو میبرد تو پنبه، بالا سرشون ابر فرستاد، آفتاب بهشون نخوره. شب که سردشون میشد ابر میومد پایین، تو مه اینا رو میبرد جلو، هوا رو معتدل میکرد. چیلر سرمایشی گرمایشی. خدمت کولر گازی، زمستون هم میشه بخاری، تابستون میشه کولر. آره براشون فرستاده بود، طبیعی. گفتن گشنمونه یا موسی. گفتش که عیبی نداره. خدا بهش گفت بس اینم غذاتون، من و سلوا. از آسمان بلدرچین بریان براشون میافتاد پایین. به خدا قسم، آیه قرآن اینها. از زیر بوته گیاهان براشون ترنجبین یا شیره عسل میجوشید، اینا میخوردن. ببین داشته باش، ابر صدیف توپ داره میره طرفه. کجا؟ زمین موعود. خود یهودیان در مورد من و سلوا، در مورد اون شیره عسل بودنش حرفی نیست، اما میگن در مورد این بلدرچین بودن نه، دانه‌ای بود که از آسمان برای ما میریخت. یک دانه گیاهی بود، ما اونو آرد میکردیم، نون میکردیم،
بسیار مغذی و خوشمزه بود. حالا هر چی بود که البته من قطعاً بین این دو قول قرآن رو خب قبول دارم، خدمت شما عرض بکنم که جالبه. یعنی صاف خدا تو پنبه گذاشته بود داشت اینا رو میبرد. بس برای چی؟ برای اینکه دردونای خودن. اولین حکومت معصومه. قبل از موسی هیچ کسی حکومت ولی معصوم تشکیل نداد. حتی یوسف وزیر بود، امیر نشد. نوح تا اینا رو جمع کرد نشست کشتیش دوباره پراکنده شدن رفتن پی کارش. هیچ کس. ابراهیم هم اصلا به پادشاهی نرسید. ابراهیم به حکومت سیاسی نرسید، هیچگاه نرسید. رهبر مذهبی ماند و نهایتا امام شد. قال انی جاعلک للناس اماما، بقره 124. اولین کسی که رهبر سیاسی نظامی دینی رو با هم داره ولی معصومه حضرت موسی است. دومیش حضرت داوود، سومیش حضرت سلیمان، چهارمیش پیامبر خودمونه. پنجمیش هم با اینا بحث دارم بهت میرسه. پس اولی و دومی و سومی مال بنی اسرائیلن. ببینیم نگاه کنید چه شد که بنی اسرائیل نتونست نگه داره. قرآن میگه ببینید اینا این کارا رو کردن، اگر شما این کارا رو نکنی میرسی. دونه دونه رو مثال زده. میگم جلسه سنگینی ها. به خاطر چی؟ به خاطر این حجت رو تمام میکنه. شاید تا قبلش نشنیدی اما الان دیگه میشنوی. آیه قرآن هم هست، تفسیر نیست. ببین آنان را به 12 سبط یا 12 گروه تقسیم کردیم و چون قوم موسی از او آب خواستند بدو وحی کردیم که عصای خود را به این سنگ بزن و از آن 12 چشمه بشکاف و هر گروهی آب خورگاه خیش را بدانست و ابر را سایبان ایشان کردیم و ترنجبین و مرغ بریان به ایشان نازل کردیم. از چیزهای پاکیزه که روزیتان کردیم بخورید. با کفران نعمت به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم میکردند. از اینجا میفهمی از آخر آیات که اینا قاطی کردن. درسته؟ داره ذهنتو آماده میکنه اینا پس زدن این ماجرا رو. جالبه به این دو تا فعل دقت کنید. ظلمونا یظلمون. جالبه کلمه ظالمین و یظلمون به کرات در مورد یهودیان استفاده شده. به کرات. یعنی میشه همون کسی رو که خود تو پنبه گذاشتتش داره میبردش یه روزی به جایی برسی که آیات اولی که عزیزمون داشت میخون بگی قاتلهم الله. آیات اول جلسه دقت کردید گفت خدا اینا رو بکشه. دردونه خدا بشی، تبدیل بشی به دشمن تاپ خدا رو زمین. و لعناهم، خدا لعنتشان کند. ببین به کجا رسید. ببینید چه بلایی سر اینها اومده. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و الی آخر. مائده آیه 20. من اینا رو که میخونم شاید عزیزی بخواد این آیاتو داشته باشه دیگه نره بگرده. سریع نوشتم آدرسش دیگه. سوره مائده آیه 20. جالبه قرآن میگه یادتونه به شما چه نعمت‌هایی دادیم. چیو میگی؟ کلمنه رو میگی خدایا؟ عجب چیزی بود. ابره رو میگی؟ نه. میگه نه عزیزم اینا که نعمت نیستش که. چیزی نیستش تو برای من. ابتدایی به تو دادم. میدونید حضرت موسی گفت تو زمین موعود چه خبره؟ گفت برسیم زمین موعود همتون ولی الله الاعظم میشید. حداقل به لحاظ غذایی بدونید زیر درختاش تو جوبا شیر و عسل جاریه. سرزمین هنوز میگن هنوز که هنوز عقده آن زمین موعود، ارض موعود به دلشون مونده. میگن بریم آقا بریم. ببینم کسی هست تو این جلسه دوزاریش بیفته که اوضاع ما از بنی اسرائیل بیریختره. او باید میرفت به زمین موعود، من و تو باید بریم به زمان موعود. دونه دونه این اتفاقا برای ما افتاده. دونه دونه وقتی پیش بریم میگه ای راست میگه فلان. دونه دونه این آزمایش‌ها رو میگیره. اگر نگیره خدا نیست. چون سنت الهی است. ولا تبدیل سنت الله. آیه گذاشتیم تغییر نمیدم. این سنتی بر همه انسان‌ها. اگر تغییر بده که عزیزم عدالت برقرار نیست. همین بنی اسرائیلی قاطی میکنن. همینا ناراحت میشن میگن خدایا چرا در مورد اونا سخت گرفتی؟ یا ما قاطی میکنیم چرا در مورد بنی اسرائیل سخت گرفتی؟ عین هم باید باشیم. کسی نتونه انقلت بیاره. میگه نه عزیزم اینا نعمت نیست. اولین نعمت این بود که من انسانهایی رو برای هدایت شما فرستادم. دو، ببینید چی میگه. پس از سالها و قرنها بردگی فرعون آزاد و مالک سرنوشت خود کرد. خدا شما را پس از یعنی اصلی ترین نعمتی که خدا به خود تو میده چیست؟ این که مالک سرنوشت خودت باشی. دنیا رو داشته باشی تو سرت بزنن 2 قرون نمیارزه از دیدگاه خدا.
میگه تو کسی هستی که مظلومی، مظلوم به این معنی که ظلم رو پذیرفتی. دنیا رو داشته باشی، تکنولوژی تاپ دنیا، نامبر وان دنیا رو داشته باشی، بزنن تو سرت، به ناموست تجاوز بتونن بکنن، حرف نتونی بزنی. اینه عزیز دل من. از دیدگاه قرآن در بیچارگی محضی میگه عین یک حیوانی که نعمات دنیایی مثل سیب زمینی، پیاز و اینجور چیزا چشتو گرفته، فکر میکنی همین گشنگیت که تموم بشه تمامی. نمیدونی تو برای تو سری خوردن نیامدی، تو برای آزادگی، تو حریت اومدی. حواست باشه. آیه قرآن مائده 20. پس خدا از دیدگاه خودش بزرگترین نعمتی میده اینه که هدایت برای شما میفرسته، باید بگیریش. اگر گرفتیش اولین چیزی که بهت میده چیه؟ آزادی. آقا دیگه فرعونی نبود بزنه تخت کله اینا. شوهرها بالا سر خانواده هاشون بودن، عشق میکردن از این همدلی و این موارد. امکان نداره تو حکومت شیطان، امکان نداره شما عزت نفست حفظ بشه، امکان نداره. یا از خودشونی، از حکومت شیطانی بله عزت داری، با تو کار ندارن، بخوای خدا بخوای جلوی حکومت شیطان زدتت، امکان نداره عزیز دل من. یا میری کلن تو جبهه اونا قبول، بخوای تو اسلامی باقی بمونی نمیشه، میزنه تو سرت. بذاری کنار رفیقت میشه. تو کانادا الان مشکلی دارن؟ نه، عزت دارن برای خودشون. آقا توی فرانسه اینا نه، اما مسلمونا تو فرانسه بدبختن، میزنن تو سرشون. امروز نگاه کن چه بلای سر مسلمونا اومده تو کل دنیا، هر کی میاد میزنه تو سرشون. آمریکایی اومده تو عراق داره به ناموسشون تجاوز میکنه، اومده تو افغانستان داره به ناموسشون تجاوز میکنه. بلوتوسی پخش شد که 5 تا سرباز آمریکایی به یک دختر عراقی تجاوز میکردن، به بدترین شکل ممکن رفکن انداخته بودن تو صورت دختری که چهرش دیده بشه، خودشون نقاب زده بودند. پخش شد بابا، تو همین کشور خودمون تو موبایلا پخش میشد این ور اون ور. این معنا داشت. گفت ببینید، ببین نمیشه، اما میتونی بذاری کنار، همه رو بذاری کنار، عزت داری عزیز دل من. از دیدگاه ببین یه چیزی آقا نشده، میشه آقا ما اسلامی بمونیم؟ اسلام میدونی یعنی چه عزیز دل من؟ اسلام تعریف داره، آیه قرآن داریم، میگه از این 8 تا چیز برای دینت باید بگذری. گذشتی مسلمانی، نه گذشتی یکی از اونایی. خدا میگه برای من باید اینجوری اینا رو میخوام، رسما اسپرده. اول از نژادت باید بگذری، ترک و فارس و فلان این چرت و پرتا رو بریزی کنار. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این بلا رو بیاری اون دنیا خرتو میگیره، میخواد ببرد جهنم. منو نبر جهنم، من یک آریایی اصیل هستم. میگه برای فلان فلان شده. 2 خانوادت باید بگذری، باید یاد بگیری برای خدا بگی به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدات، به نفسی و ولدی و مالی. اینا رو یاد دادم بهت بگی دیگه، بچم، خودم، پولم. از پولت بگذری. عشیره دونه دونه اینا رو میگه اگه تونستی بگذری اون موقع آره عزیز دل من، اون موقع دردونه خودمی. چون اینا رو همه دارن. یه چیزی تو باید برای من بدی، اینجا الکی نمیشه. بنی اسرائیل این کار کردن، واقعا کردن، گذشتن، خدا این نعمت رو بهشون داد. عزیز دل من، ما ژاندارم امریکا تو منطقه بودیم. بذار رک بگم، من نمیخواستم انقدر زود لو بدم. بعد از 1400 سال باهوشتر، تو رو خدا یه وقتی پررو نشیدا، چون این جلسه خیلی حس ایرانی بودن تو شما زنده میکنه. خب خوشکانتون میشه. باهوشترین قوم کره زمین ایرانی ها هستن. دلیل دارم به خاطر اینکه بعد از 1400 سال اولین قومی بودند که فهمیدن روی کره زمین بعد از 1400 سال بعد از پیامبر که دوباره بسته شد این ماجرا، فهمیدن که حکومت ولی معصوم میخوان. انقلاب فکر کردی واسه چی؟ واسه استقلال؟ نه عزیز دل من، خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. پس یعنی چی؟ انقلاب کردی برای خودی که آزاد باشی با اسرائیل، پس چی کار داری؟ به تو چه ربطی داره با اسرائیل در افتادی؟ اونا خودشونن، کشور خودت نشسته، اون یارو هم اون طرف، با تو چی کار داره؟ میگه نه، اسلام گفته، پیامبر گفته من سمع قولا فنادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر یه نفر صدای مسلمانی رو بشنوه بگه آی مسلمانو به دادم برسی، جواب ندی، مسلمان نیستی تو. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم.
حضرت رسول گفته هر کی شبشو صبح کنه اهتمام نورزه در امور مسلمان نیست. اون دنیا قاطی داری میری، قاطی اینجوری بهش میاد دستمال کاغذی گوشتو میگیره، میگی برو عزیزم اون طرف، میگه قاطی کردی من مسلمان نیستم، میگه نه عزیزم، یا پیامبر دروغگوست یا تو مسلمان نیستی. گرفتی چی شد؟ نعوذ بالله حالت اول نیست. علم ریاضی میگه فقط دومی. پدر دفتر اومده، یا اینا رو باید بپذیری یا نپذیری، تکلیف تو روشن کن. یه لنگو گذاشته رو قایق، یه لنگم گذاشته تو جزیره، وایستاده، نه به اون قایقه رو میذاره بره، نه پاشو میذاره تو جزیره. صبر کن، این وسط نمیشه عزیز دارم، باشو برو. به خدا قسم خودت میدونی، خودت میدونی، اصلا به این نتیجه اصلا من قرآن قبول ندارم. طرف میگه خب باش برو دیگه، دیوانه، برای چی وایستادی؟ برای چی وقتت داری تلف میکنه؟ اشغال دنیا تو کن. قرآن اینو نمیگه، میگه همینی که هست. آیه داره میگه این 8 تا رو باید برای من بدی، شرمندتم. نمیشه عزیز من، نمیشه، هم این نمیشه. میگه از این شکم بی صاحب باید بزنی. اولین آزمونی که خدا میگیره آزمون اقتصادی است برای حکومت ولی معصوم. ببین اگه به این بپردازی سنگین میشی، نمیتونی بپری. رفته بودیم اردبیل، برنامه داشتیم، گفتم آی دکتر میای بریم شکار خروس؟ گفتم فلان شده، میخوای بری خروسای همسایه‌هاتون بدزدی؟ شکار خروس دیگه باز چه صیغه ایه؟ گفت نه اینا خروسای طبیعی هن. گفتم مگه این خروسا مصنوعی هن؟ اینا هم خب با جون داره، من دیدم راه میره بنده خدا خروسه. خدمت شما هستم. گفت نه اینا بیا بریم وحشیاشو به شما نشون میدیم. آقا عین مرغ و خروسای ما رو هوا میپریدن. گفتم اینا اسمشون چیه، نژادشون چیه؟ گفت همین مرغ و خروسای ما هن. همین مرغ خروسای ما هم از اینا بودن دیگه، خوردن خوشکانشون شده دیگه، نمیتونه بپره، نهایتا رو دیوار رو پشتمون میپره پایین، بالایی نمیتونه، پایینی آره بالایی نه. نمیشه، اصلا و ابدا نمیشه. اولین آزمون اقتصادی است. در مورد بحث اقتصادی دیروز توضیح دادم. آماده ای آقایی که شما باشی، من و سلوا رو میخوندن، دایره تنبک زنون به سمت زمین موعود، هی انقلتا شروع شد رفتن. موسی جانم عزیزم، این یارو این زمینه کی میرسیم حالا؟ گفت صبر کنید. اگه مثلا بگم تا 20 روز دیگه آزمون چی میشه؟ فایده نداره. 20 روز خودش نگه می‌داره، حقیقت وجودی خودش رو نشون نداده. باید آزمون شکم ازت بگیره. قوم طالوت چی شدن؟ رسیدن سر آب، گفت اینا نباید آب بخورن. دیدی؟ امکان نداره. حضرت رسول حکومت تشکیل داد، اول آزمون اقتصادی ازشون گرفت یا نه؟ 3 سال شعب ابی طالب. امکان نداره نگیره. خدا نیست. عزیز دل من، توی ایرانی که بعد 1400 سال به عنوان هوشمندترین موجودات روی کره زمین فهمیدید این مسئله رو، حکومت تشکیل دادید، آزمون تحریم اقتصادی شدی یا نشدی؟ شدی. دومین کشور دارنده نفت جهان بودی، تو صف نفت وای میستادی 3 کیلومتر. شما یادتون نمیاد، بزرگتر تو مجلس هستن. تو صف نفت وای میستادیم، جنگ بود، 3 کیلومتر صف نفت بود تو تهران. به خدا قسم 20 لیتریار دستشون میگرفتن، تون نفت میکردن، میدویدن میریختن تو بشکه. بدو عزیزم برو. یکی صداش در نیومد. خیلی جالب بود، خیلی عجیب بود. این مردم شریفی هن. این مردم همه جنگ شد وایستادن، گفتن ای ببین همه از شرفمون دفاع میکنیم، نمیذاریم اون مرتیکه صدام گفته 3 روزه میام تهران زکی. اما الان نگاه کن، سختشه ببینه چطور این آره من نه، من بهش حق میدم. اون آقا این بتونه این کارا بکنه، من نه. نمیشه عزیزم، نمیشه. اون آقازاده است بتونه، من نه. نمیشه. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم. نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم، و از دهان تفنگ است بعد از این سخنم. ملخ چکید اگر از آسمان شما کردید، و دنده های مرا نردبان شما کردید. نگفته بودم و دیدم که نان دهان را بست. نگفته بودم و دیدم که نان دهان را بست. غرور پرواز دربهای آسمان را بست. نگفته بودم و سیمرغ‌ها شغاد شدند. برادران سر تقسیم حق زیاد شدند. ملخ چکید اگر از آسمان شما کردید، و دنده های مرا نردبان شما کردید. نمیشه عزیز دل من،
به قول اون بنده خدا علیرضا قزوه اشتباه نکنم میگه مریض آبروی سرازیر ما را، به ما بازده نان و انجیر ما را. خدایا اگر دستبند تجمل نمی بست دست کمانگیر ما را، کسی تا قیامت نمی کرد پیدا از آن گوشه کهکشان تیر ما را. ولی خسته بودیم یاران همدل، به نانی خریدند شمشیر ما را. ولی خسته بودیم و می برد طوفان تمام شکوه اساطیر ما را. طلا را که مس کرد دیگر ندانم. مس باید طلا بشه ها. طلا را که مس کرد دیگر ندانم، چه خاصیتی بود اکسیر ما را. آزمون اقتصادی اومدن سراغ موسی، بودن موسی وزیر بهداشتشون فلان فلان شده، اومد پیش حضرت موسی مثلا گفت موسی جان امگا 3 به گوشت خورده؟ گفت چی؟ و امگا 3، ویتامین سی دی مردیم پکیدیم از من و سلوا. چقدر بابا بلدرچین بریان، یه ماه شکم این بدبختا بلدرچین بریان بستید، مردن دیگه انقدر بلدرچین بریان. نمیخوام آقا، نمیخوام، چیکار کنیم؟ موسی جان راشیتیسم گرفت بچه. عزیزم سوء تغذیه‌ای در کار نبود، هوس غذایی. گفتم بس اون. حضرت موسی گفت ببین تو اردویی، الان دارم بهت چی میدم؟ تون ماهی. برسیم محل استقرار، تو اتوبوس داره میرین خب، برسیم به خدا قسم چلو کباب بهت میدم. بذار برسیم کارت بخوره به اون شکمت ان شاء الله. نه شرمندتم موسی جان، عمرن از جام تکون نخورم. عمرن رو تو قرآن میبینی چجوری میاره؟ لن عمرنات پتاسیم. گفت لن نصبر علی طعام واحد. شرمنده اخلاق ورزشی تام موسی جان، تکون نمیخورم، صبر نمی کنیم بر غذای واحد. گفت بابا میرسید. گفت حالا چی میخواید؟ فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فمها و عدسها و بصلها. عزیزم موسی جان، سیب زمینی، پیاز، باقالی، بادمجون، اینا دست در نکنه، دلم لک زده. حالا چی به سبزی، خیار، سیر، عدس، پیاز. حضرت موسی خشکش زد، گفت سیب زمینی پیاز اومدی از من میخوای؟ عهد بستی حکومت الله رو زمین تشکیل بدی، سیب زمینی پیاز بخوای؟ باقالی یادت نره موسی جان، اینم بود. آقا موند حضرت موسی، گفت ای توف به ذاتتون. این رو نگفته ها، فکر میکنم خودم میذارم جا حضرت موسی، میبینم فوش عمه ننه باید داد خب، اما خب نمیشه. قطعا پیامبر خدا مثل من بی ادب نیست، لسان صدق داره، درست صحبت میکنه. خدمت شما برگشت گفت اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. چیزیو که پست و دون و بی ارزشه با خوب، با نهایت خیر و خوبی عوض میکنی. دارم بهت میگم شیر و عسل میخوای برسی، کارت خورده. گفتش که نه، سیب زمینی پیاز نقده. موسی اون عصا رو واسه کی نگه داشتی؟ من دیدم اون کارایی میکنه، یه سیخکولی بزن به زمین، سیخی کنین زمین رو بزنه ازش کاهویی، باقالی، بادمجونی بزنیم بابا، مردیم پکیدیم دیگه. یه هفته به چلو کباب بدن صبح و ظهر و نهار شام، نخند بهش. آره خدمت شما عرض بکنم حضرت موسی گفت آیا چیزی را که پسته است با چیزی را که خوب است عوض میکنید؟ گفتن بله بادمجان. بعد برگشت گفتش که ببین چقدر جوابشون رو قشنگ داد. اهبتو مصرن. اهبت گفتیم یعنی چی؟ از یه جای خوب به یه جای بدتر رفتن. خدا به آدم و حوا گفت اهبتو، درسته؟ برید پایین، برید به سمت زمین. گفت گم شید برگردید کجا؟ مصر. چرا؟ اینا رو تو مصر سیب زمینی پیازت به راه بود، منتها شرف نداشتی، ناموس نداشتی. برگرد برو عزیزم. جالبه ببین چی میگه، فَإِن لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. هر آنچه را که میخواستی در آنجا داشتید. فکر کردی گفتن غلط کردیم؟ گفتن عیبی نداره برمیگردیم مصر. پرروبازی رو نگاه کن آقا، لحظه‌ای که تصمیم رو گرفتن فاتحه‌شون خونده شد. ضربت علیهم الذلة، ذلت بر آنان مقرر شد، والمسکنت، و مسکنت و بیچارگی، و به غضب خدا مبتلا شدند، زیرا آیه های خدا را انکار می کردند و
پیامبران را به ناروا میکشتند زیرا نافرمان شده و تعدی میکردند. آقا تو آیه قبلی یه جوری بهت کد داد که بعدن چه اتفاقی میفته، تو این آیه هم کد داد به چه میخوان کشیده بشن اینا. گفتم بعد آقا در حکومت ولی معصوم بخوایش بعدم بگی اشتباه کردیم، آقا جنس میخوام پسش بدیم، نخواستیم، بگی خدا واسه خودت، ما همون مصر با حالی، من فرعون هم که زدی رفتیم میریم اونجا حالشو میبریم. شرمنده دیگه به حالت قبلی بر نمیگردی. امکان نداره حکومت ولی معصوم بخوای پس از اول دعوتت نمیکنه بخوایا، بیا خودت میدونی همینجا زندگی تو کن. یارو تو اروپا داره اشغالشو میکنه دیگه، تو هم داری زندگی تو میکنی، چی کار ها؟ اما اگر خواستی پس زدی به حالت قبلی بر نمیگردی، پدرتو در میاره. برای چی؟ خدا نعوذ بالله هیچ نیازی به انتقام کشی نداره ها، برای اینکه فرصت سوزی کردی از بقیه بشریت. کسای دیگه بودن که میتونستن بیان چیکار کنن؟ این کار رو انجام بدن. تو شروع کردی، تو شدی دردونه خدا، باهات اینجوری آروم آروم راه اومد، تو فرصت رو سوزوندی از بقیه بشر. کلی از بشریت در نداشتن حکومت ولی معصوم به درک واصل شدند. جدی میگم ما این طور مردن به درکه. آدم اون روز رو نبینه در درک انگار مرده. واقعا همینه. خدمت شما عرض بکنم که آقا من و سلوا پرید رفت، ابره ابرم رفت، آبم ازشون گرفته شد، میخواستم برگردن سمت مصرم نمیتونستن. گفتن غلط کردیم موسی. گفت غلط کردیم. گفت دیگه چیکار کنم؟ گفت ببخشید ما نفهمیدیم، تو رو خدا تو راست میگفتیم، ما فراموش کردیم، شیکمو شدیم، پررو شدیم فلان اینجوری. گفت شما سر یه غذای شیکم اینجوری پس زدی عزیز دل من، به جای دیگه‌اش برسه چیکار میکنی؟ گفت نه غلط کردیم فلان. گفت باش بریم. حضرت موسی واسطه شد بین اینا، خدا بخشیدشون. گفت منتها بقیه راهو چجوری باید برید؟ بدون اونا. آقا گشنگی کشیدن رفتن ها، ملخ تو بیابون میگرفتن میخوردن، ریشه گیاه از زیر زمین بیرون میکشیدن میخوردن، به هزار بدبختی راهو ادامه دادن، در حالی که میتونستن مثل بچه آدم راحت برن و رسیده بودن. کما این که رسیدند به زمین مقدس، دیوارهاشو دیدن. عجب وعده ها داده شده در مورد اونا. گفتم موسی بریم دیگه. گفت عیبی نداره بریم، منتها خدا یه فرمانی داده. گفت با چه فیلمی داری؟ گفت فیلمی ندارم، خدا گفته اون در این سرزمین قوم ستمکاری ساکنن، اونا رو اول شما بریزید بیرون بعد برید. آقا رسیدی اردوگاه، تو اردوگاه 4 تا اراذلو باشن، اول اون رو بندازشون بیرون بعد بگید راحت دیگه اونجا زندگی کنید. بعد گفتش که میدونی کیا بودن؟ عمالقه بودن. عمالقه بابای این عربان، جد عربان، هیکلا درست یکی 2 متر قدشون بوده. خدمت شما عرض بکنم حضرت موسی اومد چیکار کرد؟ فرمانده نظامیه، فرمانده دینیش بود، فرمانده سیاسی بود، فرمانده نظامی بودنش هم تشخیص میده تو قرآن. خدا بهشون گفت یا قوم ادخلوا ارض المقدس التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. ای قوم بنی اسرائیل، به این سرزمین مقدس که خدا برایتان مقدر کرده درآیید و از دین خود بر نگردید که اگر برگردید به خسران افتاده اید. گفت اگر برگردی به چی میافتی؟ چرا دقت نمی‌کنی یه جا گفت غافلون، حالا داره میگه خاسرین؟ اینا با هم فرق داره قرآن استفاده میکنه. گفت رسیدی به زمین مقدس، نری توش چی شدی؟ خسران کردی. عزیز دل من و تو داشتیم به کدوم سمت رفتیم؟ زمان مقدس. نرسیهش خسران کردیم. آیه قرآنشو برات بخونم؟ والعصر، قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر. اسم امامه چیه؟ امام زمان. ها؟ اسم امامم امام زمان. همین آیه در وصف تو برای زمان آمده. گفت بیا این مال تو این زمان، میتونی برو. والعصر ان الانسان لفی خسر. همتون دارید زیاد میکنید اون زمان رو نمیبینید. برگشت بهشون گفت چی؟ زیان میکنید اگر این زمین رو نبینید. زیان میکنید. خدا وقتی داره میگه زیان میکنید که ردخور نداره، محکم خود رو حرفش. آقای شما باشید، خانمی که شما باشید، ببینیم چیکار کنن. گفتن نه موسی ما مخلصت هم هستیم، دفعه قبول کلمن ازمون گرفتی، بابامون اومد جلو چشمون، مخلصت هم هستیم، میگیریم از چی؟ از فرعون میگنده تره یارو 10 نفرن، حالا 2 متر قدشون باشیم، اینا پدرشون در میاریم، یالا بریم. حضرت موسی گفتش که 10 نفر فرستاد اطلاعاتی، گفت برید آمار اینا رو بگیرید بیارید.
گفت چیا رو بریم ببینیم؟ گفت برید تعداد نیروهاشون، برج و باروشون، زمینشون، اسلحه‌شون، چقدرشون بردن، چقدرشون آقان، همه اینا رو برای من بیارید، من طرح نظامی بدم برای حمله. طرح نظامی بدم برای حمله. به حرف فرمانده کل قوا باید گوش بکنی. پیامبر گفت عزیزم برید بیاید طرح نظامی بدم. 70 نفرتون رو تنگه احد وایستید، هر اتفاقی افتاد شما اونجا رو خالی نکنید که اگه خالی بکنید خاسرین، بدبخت میشیم. خب ببینیم چی شد. آقا اینا رفتن عمالقه رو دیدن، هیکلا، توپ 2 متر. اومدن حضرت موسی هم گفت اینو به بقیه نگید، بیاید فقط به کی بگید؟ به خود من، فقط به خود موسی بگید. آقا اومدن رفتن پیش حضرت موسی دیگه، گفتن یا موسی اینا قدشون اینجوریه، فلانشون اینجوریه، لوجستیکشون اینجوریه، نیروی نظامیشون اینجوریه، برد منجنیقاشون مثلا اینجوریه. رفت یارو پیش حاج خانم خودش تو خونه، رفت تو صف نونوایی مثلا، حالا اونا تو راه بودن و نونوایی نبوده، رفت تو صف بقالی، گفت بدبخت شدیم رفته، جای سوتی ندیا، نفهم ما به شما گفتیم ضایع میشه، ازمون خواسته نگیم. چی شده مگه؟ اون اردو آوردنشه دیگه، اون قضا دادنش بود، اینم از اردوگاهش. لا وکیلی 4 تا عروض لعباشون تو هم، اوه قمه دارن، بیا ببین. قد چقدر بود؟ 2 متر. قد دارن 2 و 20. فلان شده 20 سانت خوش انداخت رو قد. خب یارو گفت چی؟ 2 و 40؟ آقا میگه 2 و 60 قد دارن. بدبختیم آقا، بدبختیم. آقا شلم شوربایی به راه انداختن تو این 600,000 نفر. شلم شوربایی بیا و ببین. یه لحظه موسی برگشت به خودش، دید وا داد رفت. ریختن و هلهلی آقا چی شد فلان. تو تورات آیه داریم برات بخونم، هر کند خندت میره بالا. این شایعات یه کلاغ 40 کلاغ اونقدر زیاد شد که آیه اومده حضرت موسی 2 متر قد داشت. بعضی جا اومده این یه واحدی استفاده که بعضی میگن این واحد یعنی 2 متر، بعضی میگن یعنی 3 متر. ما کمر در نظر بگیریم باشه که دیگه انقلتی توش نباشه. حضرت موسی 2 متر قد داشت، 2 متر پرید، 2 متر هم عصاش بود که همینا رو میتونید 3 تا هم حساب بکنید، پس میشه یا 6 متر یا 9 متر. پرید، رسید نوک عصاش به قوزک پای عنق. قوزک پای عنق تازه رسیده. ببین چی درست کرده یارو خالی بند. خب آقا عملیات روانی علیه خودشون کردن، بیا و ببین. ریختن به هم اتر، میلرزیدن. میگفت بابا بیاد برید. میگفت نه موسی مگه ما چه پدر کشتگی با ما داری؟ برای چی میخوای ما رو بکش؟ میگفت چرت و پرتا چیه؟ بیاد برید، خدا قول اینجا رو بهتون داده، برید وارد بشید. شما باید به دست خودتون این کارو بکنید. اگر همشو قرار باشه خدا انجام بده که تو چی کاره این وسط؟ گفتن عمرن شرمنده موسی جان، ان فیها قوما جبارین. تو اونجا قوم ستمگری است. دومین آزمون چیه؟ جهاد. از شکم گذشتی، برای خدا حاضری به جنگی. دوزاریا داره میفته دونه دونه این آزمونا. بعد از آزمون اقتصادی از پیامبر خودمون آزمون چی گرفته شد؟ جهاد، بدر، احد، خندق. آزمون جهاد. از تو چی گرفته شد بعد تحریم اقتصادی؟ جهاد. 8 سال دونه دونه آزمون. اصلا اگه این اتفاقا نیفته ها، خدا نیست، نعوذ بالله. میگم دیگه سنت الهیه. ان فیها قوما جبارین و انا، دوباره این لنه اومد، لن ندخلها، عمرن وارد نشیم. گفت فلان شده، سر ماجرای قضا دیدید پدرتون رو در آورد، باز دوباره جفتک میندازید. بعد گفتش حتی یخرجوا منها، عمرن ما خارج داخل نشیم تا موقعی که اونا تو ان، برن بیرون. فان یخرجوا منها فانا داخلون، اون موقع من میریم. به گمانم حضرت موسی برگشت گفت خب اونجوری عمه منم که میره، به تو چی کاره ای؟ فلان شده، بیا برو بابا. از فرعون که اینا قوی تر نیستن. گفت نه نمیرم، شرمنده. قال رجلان، توی اون کلی جمعیت چند نفر؟ فقط 2 نفر.
گفتن که من الذین یخافون انعم الله علیهم، 2 نفر از کسایی که از خدا میترسیدن، ترس از خدا داشتن، تقوا داشتن. و اینو کسایی که این حرفا رو میزنن، جالب خدا میگه انعم الله علیهم، خداست که میخواد اینا اینجوری بشن. میفهمید چی میگم؟ یعنی باز 2 تا فقیه بین اینا پیدا شدن. اینجا قرآن میگه این فقیه شدن اینا از بالا به پایینه ها، ما میخوایم که به این مقام برسن ها، وگرنه عمرن. برگشتن گفتن خجالت بکشید، این چه حرفیه، داخل بشید، از مرز این سرزمین داخل شوید و مطمئن باشید که همین که از مرز گذشتید شما غالب خواهید شد. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان آوردی به خدا توکل کن. همینجوری که من ایمان آوردم در قرآن خیلی جالبه، میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی الکی حرفه نیستش بگی اشهد ان لا اله الا الله تا تاش بخونی، نه بابا، یه ایمان عملی هم باید. هر جا تو قرآن میگه والذین آمنو بلا فاصله بعدش چیه؟ و عملوا الصالحات، یا یه نوع عمل صالح رو حداقل مثال میزنه، میگه باید عمل بکنی. اینجوری باید اهل عمل باشی عزیز بنده، اینجوری نمیشه که مفتی بری فلان. گفتش که نه شرمندتیم. میگه فقط 2 نفر. آقا بیایم آنالیز بکنیم، من و تو دانشجوییم ها، بعد بشینیم بررسی کنیم. چی؟ نگاه کن، ما بیایم بگیم که خب این 2 نفر از 600,000 نفر بودن، اوضاع حضرت موسی خیلی بیریخ بوده. پس 2 نفر از 600,000 نفر، من خودم به شخصه اینو چی میدونم؟ بعید میدونم. البته عملیات روانی عملیات گسترده بوده که دیگه 6 متر شده پای طرف تا قوزکش، چون چیزای عجیب غریبم دیده بودن بندگون خدا قبلش، عصا اژدها شده و اصلا تو فضای جنگیری و جادوگری بودن دیگه. خب چون دیده بودن همچی بعیدم بهشون نمیرسید مثلا یه همچی قول بیابونیایی باشه. خدمت شما عرض بکنم که اما به نظر من میتونه مثلا این باشه، نظر شخصی خودم، 2 قرون نمیارزه، فقط به درد خودم میخوره، فراموش نکنید. میتونه 2 نفر از کیا باشه؟ از اون 10 نفری که فرستاد. اون 10 نفری که فرستاد اون موقع، یعنی چند درصد جمعیت؟ 20% جمعیت. میتونه 2 نفر باشه از چند نفر؟ از 12 تا رؤسای اسباط، چون میگن حضرت موسی برای هر سبتی یه رئیسی گذاشت، هر سبت رو به هزارها تقسیم کرد. مثلا 5000 نفر سبت مثلا بنیامین بود، 5 تا هزاره داشت. خب هر هزاره رو به صده ها تقسیم کرد، صده رو به 50 تقسیم کرد، 50 رو به 5 تا 10 تقسیم کرد. آقا آموزش به اینا میداد 15 سال، ولی معصوم استاد دانشگاه باشه، فوق تخصص میشه خدا وکیلی. آموزش به اینا داده بود بیا و ببین، آموزش چهره شناسی. پیغمبر تا دیدن چی شد؟ شناختن. آیه قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه. پس این اتفاق چی بوده؟ افتاده. آقا آموزش نماد شناسی به اینا داد. حضرت موسی مثلا یه بوق میزد، یه شوفار، دیدین دستشو میگیرن بوق میزنن تو شاخ گاو یا شاخ بزه، یه بوق میزد، این معنیش این بود که پاشید برید غذا بخورید یا آقا این معنیش این بود که برید پستا رو تحویل بگیرید. اینقدر قشنگ اینا تشکیلات پیدا کردن. الان هم که میبینید تشکیلاتشون بی‌نظیره، بسیار خوب تو حوزه تشکیلاتی کار کردن. اینا همش نتیجه آموزش ولی معصومه. خودشون دارن میگن خودشون دارن اینا رو توضیح دادن، برید بخونید تو کتاباشون. پس اگر 2 نفر، چون حضرت موسی به رئیسای کیا درس میداد؟ اسباط درس میداد، اونا به هزارها به صدها، 50 و 10. حضرت موسی صبح یه حرفی رو میزد یا آموزشی میداد، شب کوچکترین و خردترین عضو این جامعه 600,000 نفره آموزش دیده بودن. اینقدر دقیق. احتمالاً اگر یه جلسه خصوصی گذاشته باشه برای اسباط، 2 نفر از 12 نفر میشه چند درصد؟ 15-16% میشه، درسته؟ خدا خیرتون بده. آیا خدا اینجا داره یه رنج جمعیتی برای من تعیین میکنه؟ میگه اگر تا این حد بودید بازم من تحمل میکنم، از این حد پایین تر ریختید پدرتون رو در میارم؟ نمیدونم، جدا نمیدونم. خب بگذاریم. گفتن خجالت بکشید برید بجنگید. گفتن راست میگی، تو ما رو آگاه کردی، ببخشید، بریم یا علی، بردارید شمشیرا، بردارین گوله بریم. ها قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا. لن یعنی عمرن، ابدا هم که عمرن در عمرن نمیریم، ما داموفیا، تا موقعی که اونا اون تو ان، فذهب انت و ربک، خودت برین. ای فلان شده. من قوم به این سرتقی ندیدم، خدا شاهده. نگاه تا دیروز میگفت ربنا وقتی میخواست من و سلوا رو بگیره بلنبونه، خب اینجا شد ربک، خودت 2 تایی برید بجین. ببین چقدر
بد صحبت میکنه و رب فقط لا یعنی فعل امر مثنا، شما دوتایی برید، خودتو خدات برید با هم دیگه بجنگید. بعد فعلی هم استفاده کردن، فعل زشتی خدا وکیلی. چی گفتن؟ انهانا قاعدون، ما اینجا لامصبمون رو گذاشتیم رو زمین، تکون نمیخوریم. دقیقاً همینا معنیش این میشه اگه اصلشو میخوای، گذاشتیم زمین تکون نمیخوریم. خودت برید بجنگید. اون اسفار رو برای کی نگه داشته موسی؟ چرا انقدر حسودی؟ شارژش که تموم نمیشه لامصب که کنتور نمیندازه، بزن اجدها را بنداز همش اینو میخوره. وایستون بقا بعد نگاه کن بعد بریم تو دیگه. برای چی؟ پس برای چی؟ بزن دیگه. حضرت موسی گفت بابا نمیشه فلان. آقا خانم ببینید چه بلایی سر اینا آمد. قبلش ما بریم سراغ آزمون جهاد خودمون، ببینیم اینم پس زدیم یا نه، تونستیم رد کنیم. آقا امام خمینی گفت بچه‌ها برید خرمشهر باید آزاد بشه، عراق باید آزاد بشه. برگشت بچه گفت امام بله احیانا کروز به گوشت خورده؟ گفت نه کروز چیچه هست مثلا؟ کروز موشکیست میاد از زیر لحاف آدمو بیرون میکشه. آره اسکات، مادیوتکا، استینگر، دراگون، اینا اسم موشکه، از تو هواکش مسترا آدمو پیدا میکنه. امام جان تانک چیفتنگ 3 متر لوله داره، این بیاد سمت آدم بکوبه دودمانمونو به باد. امام قوات العروبه مصری 18,000 نفر، یاسر تلفات فلان فلان شده انقدر 1000 نفر، با اسرائیل داشت می جنگید به صدام نیرو داد. امام یوگسلاویه اومده خط و مین گذاشته، امام سربستانی نونی شکلای شلمچه رو درست کرده نمیتونیم بریم، امام ضد هواییامون نمیرسه به هواپیمای میراژ فرانسوی، به سخوی روسی میاد میزنه برمیگرده. امام دیروز توی عملیات رفتم ریختم اونجا، بی پدر چشاش آبی بوده اسیر گرفتم. میگم کجایی؟ میگه من آلمانیم. فقط عمالقه نیستن امام، کل دنیا یکی شدن. برم؟ نه عزیزم اینا نگفت. 700,000 نفر گوله ریختن اونجا. ولی معصوم بهش فرمان داد شرمندتم. بدل ولی معصومم نبود، ولی بگو فقیه، یکی از خودشونه، از فقهاست. این کد داد خدا. گفت خدایا نگاه کن، اینی که غیر معصومه گفت برو اینجوری رفتم، اگه اون اصلیه رو بفرستی چه میکنم؟ آقا به والله نمیدونی، دستایی تو کار شما ندونی 8 سال جنگ چی بوده، به خدا نمیدونی. باید بری تو منطقه نونی شکلایی رو که تو شلمچه زدن ببینی. نامرد اگر بخوای تو شلمچه تو یه بخشایش راه میری بابت هر خون جوونی که هم سن و سال خودت بوده ریخته شده، فقط بخوای یه فاتحه بفرستی 48 ساعت بعد اونجا فقط آروم آروم قدم برداری میدونی برای چی؟ تو در بعضی از نقاط شلمچه تو یک قدم تو رو اگر من 50 سانت فقط فرض بکنم 25 نفر شهید شدن. 25 تا فاتحه که سهل، صلوات هم نمیتونی بفرستی. رفته خون داده، بچه بازیه مگه؟ کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات فرانسه است بابا، بورکینافاسو نیست، فرانسه است. تو کتاب خودش جنگ جهانی 4 میگه من توی عملیات رمضان پشت خاکریز عراقی ها بودم. مرتی که اینجا چی کار میکنی؟ تیر ترقه میخوره تو کلت. وزیر اطلاعات فلان قبرستون دره که نیستی، فرانسه‌ای. میگفت آمدم به سعید الصحاف گفتم یه 3-4-5 تا از این 13-14 سالا اینا بگی ببینم چی به خورده اینا میدن که هرچی میکشی میاد مثل موج. بابامون در اومده اینا کیان؟ اینا رو نوشته تو کتابش. بهت گفتن؟ نگفتن. 8 سال خون دادنت شده 2 صفحه تو کتاب تاریخ مزخرف راهنمایی دبیرستان که از این 2 صفحه 50% 60%ش فقط عکسه. میدونی احمد متوسلیان کیه کجاست؟ چه میدونم بابا کیه؟ همت میدونی کیه؟ آره ترافیک یادم میفته. بابا زمانی که ایرانیا رفتن خرمشهر رو پس گرفتن، بدون عزیز من لشکر آماده، عراق شکست خورده، یه تکونه دیگه داده بودن، فقط و فقط یه تکونه دیگه داده بودن، بصره رو گرفته بودیم. بصره شیعی بود، خلاف صدام بود. آقا بعد سلاح میدادی به خود اونا، 65% جمعیت کردها هم تازه ضد صدام کشیده بودن پایین این تکریتیا رو.
کشیده بودنشون پایین. چی شد؟ به یک باره اسرائیل جنگ 1982 لبنان رو انداخت. خبر داری به این ور اونور دنیا به خاطر تو داره حمله میشه؟ تو بیای پایین. جنگ 1982 به جنوب لبنان حمله شد. میدونستن ما نامرد نیستیم، ما نهایت مردونگیم، نیم نگاهی به لبنان هم داریم، به فلسطین هم داریم. امام اسم این عملیات هم به تو نمیگن، میگن بیت المقدس. نه عزیزم، الا بیت المقدس اسمش. داریم میایم عزیزم، راه قدس از کربلا میگذرد، اینجا رو میگیریم میایم سراغتون. خدایا اگر دست بند تجمل نمیبست دست کمانگیر ما را، کسی تا قیامت نمیکرد پیدا از آن گوشه کهکشان تیر ما را. آقا احمد متوسلیان بلند شد رفت اونجا، گرفتن احمد متوسلیان فرماندهی بیت المقدس رو، آزادسازی خرمشهر رو. شلم شوربایی به پا شد، رفت آنچه باید میرفت، آنچه نباید میرفت. هنوز که هنوز خبر داری زنده است مرده است نمیدونم، به خاطر یه سرباز مفنگی که دماغش بگیری جونش از تو چشاش میزنه بیرون، 22 روز جنگ را انداخت، خون برادران اهل سنت ما رو ریخت توی غزه به خاطر سرباز مفنگی. سردار جنگ دست ایناست، خبر داری؟ ولش کن بابا، میخوام برم چی کار کنم. یه دنیا رو مچل خودت کردی، خبر داری؟ خبر داری بعد 1400 سال طبق آیه های قرآن اولین قومی هستی که فهمیدی؟ خبر داری این بدبختایی که الان تو دنیا دارن اینجا کشته میشن تو این کشور اسلامی 30 سال بعد تو تازه چشاشون وا شده؟ 30 سال از اونا جلوتری؟ خبر داری اینا رو؟ نه عزیزم، میخوام چی کار؟ بذار کارمو بکنم. داریم زندگیمونو میکنیم، این حرفا رو نزن آقا. چی آیه قرآنه؟ آقا نگفتند که شما فاو چجوری گرفتی. نگفتند، به خدا نگفتند. اینو من جای دیگه تعریف کردم، بذار اینجا برات بگم. فاو ماجراها داشت، به والله قسم ماجراها داشته. عملیات فاو یعنی اون عملیاتی که شما برای اولین بار تونستی خاک بگیری. برای چی؟ خاک مهمه، نه قبلا گرفتید از نقاط غربی، بتونی خاک بگیری از دشمن. کشور عراق مثلث شکل به سمت پایین، گوشه پایینی عراق زدی، یه راهشو با دریا از دست داد، صادرات نفتش کمپلت قطع شد. مهندسای ایرانی روی اروند رود جاده زدن، آسفالت کردن روی رودخونه رو. به پیر به پیغمبر پل بعثت عکسش هست، برو ببین. دوره دکترای راهسازی در ایالات متحده داره تدریس میشه. این 4 تا بچه دانشجو کلهشون کار افتاد، لولای نفت رو برش زدن. لوله رو، این که مسیر رودخونه است، اینجوری مینداختن، آب تو لوله رد میشد اما سطح میومد بالا، درسته؟ انداختن. میدونی چقدر لوله انداختن؟ اون عظمت رو پر کردن، اومد بالا روش قشنگ آسفالت کردن، ماشین گازشو میگرفت میومد. فاوی رو که وقتی میخواستی بگیری بری تحقیق بکنی، 6 نوع جریان آب داره. 70-80 کیلومتر سرعت آب وارد دهنه خلیج میشه، میرسه به دهنه خلیج، گرد میشه سرش، از ته برمیگرده وسط، یعنی 1.5 متر بیای پایین سرعت برخورد آب 140 کیلومتره. 70 کیلومتر میره، 70 کیلومتر برمیگره، اون وسط چقدره؟ 2 تا 70 متره. یعنی میکشیدت پایین، قورتت میداد. عزیزم اینجوری نشسته، انگشتت میسوزه، هی توف میزنی، هی فوت میکنی، نمیتونی تحمل بکنی این سوزشو. طرف تناب بستن به خودشون، انداختن خودشونو به آب. وقتی رد میشد آقا تن میگرفت به این خورشیدی ها. یه چیزایی بود اینجوری سیخ سیخکی درست کرده بودن با میلگرد، نوکشو جوش میدادن، نوکشو فرز میکردن، مثل چاقو میکردن، میگرفت به شکمش. به والله قسم کنار فاو یه نفر اینو برای من تعریف کرد، دیدم داره اشک میریزه، گفت من یه نفر همینجا رو کشت، همینجا من یه نفر رو کشتم. گفتم کی؟ خب جنگ بوده کشتی. گفت نه خودی بود آخه. گفتم چطوری؟ گفت جلو من بود، گرفت به شکمش، رودش ریخ بیرون تو آب شور و سرد، سوزش کرد، سوخت. گفت آخ برای اینکه عملیات رو نره سرش زیر آب نگه داشتم. این دلاوریا شده تو اینجا نشستی لم دادی برای خودت، فکر کردی شرف به همین ناموس به همین سادگی ها میاد. اون مرتیکه صدام که گفت ما میرسیم تهران، اگر می اومد الان هر کدوم یکی 2 تا خواهر عرب داشتیم. بله عزیز دل من، برید بپرسید کنار هویزه چی شد. برید اون نمادی که جلوی نماد شهدای هویزه است خرابش میکنه، عربای اونجا بهشون برمیخوره، مردم هویزه بهشون برمیخوره، برای چی اینجا خراب؟ وای میسی میزنن با سنگ شیشه ماشینتو میارن پایین، میگن برو اینجا نمیخوایم این خاطر زنده بشه برای ما.
برو جریان ناموسی بود عزیزم. ببین عراقی‌ها چیکار کردن. برید بپرسید اون مینیبوس دخترای دبیرستانی رو که گرفتن بردن سربازای عراقی، دستشون میرسید عین همین امریکایی‌ها که تو ویتنام پوستر چاپ کردن، یه دستش گذاشته رو آلت تناسلیش، یه دستش هم گرفته تو تفنگش، میگه This is my gun، این اسلحه من است. به هر جا رسیدن اینا دستور داشتن تولید نسل حرامزاده، کاری که تو افغانستان اتفاق افتاده. برو یه خبری داری اونور دیگه، خانواده هاشون هم طرد میکنه این زنای بدبختو، بچه به دنیا میاد بچه دورگه. کاری که جالب آمریکا و روس نداره، روسا هم حمله کردن به افغانستان، این کاری که امروز تو عراق دارن میکنن، دونه دونه دختر عرب میبرن توی این پایگاه‌های نظامی، دلالا میبرن اونجا، اینا وظیفه‌شون همینه. کجای کاری؟ جلو تمام. آقا از یک کشور دنیا باید اسیر بگیری، با یه جونور داری میجنگی دیگه ها، با یه همون داری میجنگی. از یک کشور دنیا باید اسیر بگیری. آقا 10 تا کشور خوب اسیر داشته باشی؟ 18 تا کشور دنیا اسیر فقط گرفتی. میگم همین حسنی نامبارک حرامزاده 18,000 قوات العروبه فرستاد واسه صدام. گفت نوشید جون تلفات یاسر، تلفات کوفت زهرماری گور به گوری، این با اسرائیلیا میجنگید، نیروی نظامی میداد به صدام، میگه بزن این مجوسا رو، بزن این ایرانیا رو. گفتم به شرط این مطالب رو میگم اینجوری زیاد جو نگیرده، جو ایرانی شدن رو. چون اولین چیزی که برای دین باید داد نژاده. این اتفاق افتاد آقا. 3 روزه میخواست بیاد تهران، زایید 8 سال لب مرز اونجا، تازه رفتی گرفتی. آقا فاوو گرفتی، چجوری گرفتی؟ مگه میشد از اونجا رد شد؟ 6 نوع جریان آب داشت. این طرف میرسیدی، اون طرف تازه گل بود، تا زانو میرفتی تو گل، رو پروژکتور انداخته بود، راحت هدفت ثابت تو آب، تیکه تیکت میکرد. 22 میلیمتری میزد که وقتی میخوره منفجر میشه. تو هوا میزنن، به هواپیما اینا رو میزنن، میزد به آدم، میخورد به کمرش، نصفش میکرد. با بعضی از موشک‌ها شما تانک نمیزدید، به والله نمیزدید، میگفتید موشک تانک گرونتره. با اون موشک‌ها آدم زد تو جنگ، دیدن مردم آدم زد صدام با اون جنگا، با اون موشک‌ها. کجای کاری؟ وقتی که شیمیایی میریخت، آقا رفتم تو بیمارستان میبینم بدبخت نفس میکشه، میگه خون میزنه بیرون. بابا یه بار گلود میگیره میخوای خفه بشی، یه بار گلود حساسیت میگیرد، هی میری 100 بار دکتر. این حس خفقان حس بدیه. 30 سال داره همینجوری نفس میکشه به خاطر اون حرومزاده های آلمانی که به اینا پول دادن، سلاح شیمیایی دادن، زدن. کم آوردی؟ ان فیها قوما جبارین. نه عزیز دل من، احد الناسی نمیتونست از اونجا رد بشه، به والله نمیتونست رد بشه. کی میگه؟ سرهنگ CIA امریکا میگه، فیلمشو دارم، رابرت بایر. فیلم 24، سریال 24 بر مبنای زندگی این ساختن. بلند میشه میاد ایران، اولین جایی که میره حرم امام خمینی، بعدش میره خونه حسین فهمیده. و قشنگ برمیگره رو به دوربین میگه این بود پدر ما رو در آورد. این بچه، همین بچه رو میبینی بابای ما رو سوزون. فکر کردی حسین فهمیده اثر انفجارش زیر همون تانکه؟ عزیز دل من، تو لبنان علی اشمر وقتی انفجار صورت داد، تو وصیت‌نامه‌اش نوشت من شاگرد کلاس اول حسین فهمیدم، 12 تا اسرائیل تارومار کرد. موج دوم انفجار تو لبنانه. عزیز دل من، سعید قاسمی میگه رفته بودیم بوسنی هرزگوین، 50 کیلومتری اتریش، 50 کیلومتری وین، مرکز اتریش، قلب اروپا. گفت یه یادگاری به من بده. برداشتم گشتم یه 100 تومانی در آوردم دادم بهش، گفتم بیا نگاه کن. اینجوری زد تو نور، نگاه کرد، دید عکس کیه؟ حسین فهمیده بود. جمعش کردن، فلان شده ها، جمعش کردن. عکس حسین. گفت این چیه؟ میگه ماجرا براش تعریف کردم، میکشید اشک میریخ میزنه به چشش، میگه بچه چجوری فهمیده این بچه چجوری فهمیدی؟ گفتیم تو چه میدونی. موج انفجار زد، از اونجا در اومد. رابرت بایر اومده میگه آقا شهادت طلبی رو این زنده که پدر ما رو این در آورده. بدلش هم سری زدن طالبانیسم. فرزندان معنوی رسول الله، میخواد خون بدی؟ بیاد برای ما بده، به نفع ما تموم میشه. بن لادن امام زمانتونه، بیاید. عزیز دل من، این کارا همه دونه دونه اینا اتفاق افتاده. در کمال نامردی به من و شما نمیگن. نشون میده یارو میپره، 2 تا کلاش دستشه، اون وسط همه رو میریزه. بعد تو با خودت میگی با این خلوچلا چجوری 8 سال جنگتون طول کشید؟ پس نمیگی تو خدا وکیلی نمیگی؟ بابا سر تو میآوردی بالا، خالندی واسط گذاشته بود. سربازیاشون 5 ساله طرف مثل یه کادر تیراندازیش خوب میشد. کجای کاری تو برادر من؟ عموم شهدای ما یا از قلب خوردن یا از
سر و سلام. مسئول بازسازی حرم امامات تو عراق میگه وقتی ظریف ساخته شد داشتیم از مرز رد میکردیم یه کلونل امریکایی با ما اومد. اون اونجا درجه است. یه گروبانشون دیدی رئیس دایره جنایی تو فیلماش نشون میده. گفت من کلونل CIA هستم. گفتم کلکوپر ما ریخ. گفتیم این یارو اینجا چیکار میکنه؟ گفت من 2 تا سوال دارم، یا جواب بده یا دروغ بگو. دروغ به من نگو. معذوریت داره بگو نمیتونم جواب بدم. گفت چی؟ گفت 1 لباسای قواساتون چی بود وقتی از فاو تونستید فاوو بگیرید از اروند رد شدید؟ گرفتی چی شد؟ لباس قواساتون چی بود؟ بدبخت فکر میکنه به خاطر لباسای چی بوده؟ میگه برگشتم گفتم خدای من به این بگم ما همون سوره قرآن رو میخونیم که حضرت نوح بر کشتیش زد بسم الله مجراها و مرساها، به نام اون خدایش جاری میکنه ردت میکنه. ما اینو میگفتیم. برگردم بهم بگم اسم عملیاتو گذاشتیم یا زهرا 70% شهدا از پهلو تیر خوردن. و چه میفهمه؟ خب سوال دوم تو بپرس. گفت یه بار دیگه جنگ بشه چند تا حسین فهمیده دارید؟ بابا کجا رو زده فلان شده. جایی که من غافلم ازش. اصلا نشنیدم چی هستش. آزمون جهاد دادی بیا و ببین آخرای کار منتها وا دادی عزیز دل من، اینم بدان. آخرای کار وا دادی. خوب گوش بکن. امام خمینی وقتی قطعنامه رو قبول کرد چی گفت؟ حجام زهر. میدونی چرا؟ آمریکا عملاً وارد جنگ شد دیگه. یعنی قشنگ با سرباز دیگه فرستاد. میرسید ناو آمریکایی شروع کرد ناوچه‌هاتو زدن، سکوهای نفتی تو زدن. مظلوم جنگیدی. 300,000 تا قربانی دادی. چه قربانیایی تاپ واسه شیطان. از این بهتر نمی شدن. آقا فرانسه، دولت فرانسه وزیر امور خارجه‌اش اومد گفت دولت فرانسه طرح اعطای 1 عدد بمب اتم به صدام را بررسی میکند. آقا از داخل مسئولین رفتن گفتن دیگه نمیتونیم، اسلحه خونه‌ها خالیه، اوضاع اقتصادیمون بیریخته. جمع شد. امام خمینی گفت من جام زهر نوشیدم. سال 67 تمام کردی، قطعنامه رو پذیرفتی. آقا به ماه نکشید زدن. منافقا از غرب آمدن، کرند غرب اومدن کرمانشاه رو بگیرن. بهت گفتن صدام آمد 50% زمینایی که تو 8 سال گرفته بودی تو 2 روز گرفت. تو 2 روز نگفتن، اومد همه رو گرفت. آقا گفتن اینا که قطعنامه قبول کردن لابد کم آوردن. ریختی آقا اونجا. این مسعود رجوی فکر نکنی عرق زده بودا چالید عرق خورده باشیم بریم آقا بریم ایران بگیریم. نه عزیزم، قبلش رفت حرم حضرت ابوالفضل العباس بین الحرمین رو به حرم حضرت ابوالفضل العباس واسه فیلمش هست. گفت به دستای قلم شدت این حکومت رو از خمینی پس خواهیم گرفت. این مردم رو. آره عزیزم اینجوری بود. اومد زد. امام گفت مگه جوانان ما مردن؟ مگه خوزستانی ها مردن؟ اینو گفت مردم ریختن، دوباره یه حال اسیدی بهشون دادن، همه رو پس دادن. امام خمینی برگشت به سید احمد چی گفت؟ گفت اگر می دانستم مردم در جبهه ها باقیند قطعنامه قبول نمی کردم. یعنی امام خمینی فکر کرده بوده مردم ته کشیدن دیگه، حوصله جنگیدن ندارن، آزمون جهاد پر. ما کم نیاوردیم. این اشتباه از کی بود؟ از خواص بود. از خواص. وگرنه که بابامون در اومده بود. حکومت ولی معصوم بخوای پس بیر. یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی همون اتفاقی که سفیر ایران تو ایتالیا گفت وقتی داشت با سفیر آمریکا مناظره میکرد، ادواردو آنیلی نگاه کرد و مسلمان شد. چی بهش گفت؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفت نه، برنامه حرفش اینجوری شروع کرد: به نام خداوندی که قوی تر از بمب‌های اتم است، به نام خدایی که قوی تر از ناوگان امریکایی است. ادواردو آنیلی نگاه کرد مسلمان شد. گفت بابا اینا دیگه کیان؟ یعنی ترسیدیم دیگه، از بمب اتم فرانسه ترسیدیم، از ناوای آمریکایی ترسیدیم که کم آوردیم قطعنامه قبول کردیم. اینا رو داشته باش عزیز من. حالا ببین اگر این اتفاق بیفته چی میمیره؟ اولین بلایی که سرت میاد اینه عزیز دل من: قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خود ولی معصوم بلند میشه داد زدن. چی میگه؟ میگه پروردگارا من اختیار خودم و برادرم را بیشتر ندارم، لا املک و مالکیت ندارم بغیر از خودم و برادرم. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
آقا دردونه‌های خدا که با دستش داشت می‌برد تبدیل شدن به چی؟ قوم فاسق. کی داره این رقم بهشون میده؟ ولی معصوم. برگشت گفت خدای بین من و این قوم فاسق فاصله بنداز. اولین اتفاقی که میفته این آزمون کم بیاری خود ولی معصوم ازت میگیره. حضرت علی شب 18 ماه مبارک رمضان چی گفت؟ گفت خدایا من از اینا بگیر. قبلش باید شما بگردی آزمون اقتصادی و آزمون جهاد نظامی رو پیدا کنی. میبینی هر دوتا رو داشتن. حضرت علی گفت اگر به حکومت برسم، اگر کابین زنانتان کرده باشید پس میگیرم، به همه برابر از بیت المال خواهم داد. تو جنگیدی برای خدا جنگیدی، اینجا شرمندتم بیشتر نمیتونی داشته باشی. برای خدا جنگیدی، مساوی همه عین هم. پس زدن عزیزم. طلحه و زبیر رفتن دیدن اوه بابا این علی داره چراغ عوض میکنه، این عدالتش خطرناکه. پس زدن، جمل را افتاد. تو آزمون جهاد ببینیم چی شدن، چی گفتن. دونه دونه این تو اگه اتفاق نیفته که نه ولی معصومه نه خداست، نعوذ بالله. تو آزمون جهاد تو نهج البلاغه نوشته شما را چه به شما بگویم، در تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم میگویید هوا گرم است، در زمستان فرا میخوانم میگویید هوا سرد است، تو پاییز فرا میخونم میگید فصل برداشته. آزمون جهادم پس دادن. آقا چی میشه؟ ولی معصوم گفت خدای من از اینا بگیر. ببین اللهم فبدلنی بهم خیرا منهم وابدلهم بشرا منی. خدای من از اینا بگیر، بهتر از اینا رو نصیب من کن، بدتر از من رو نصیب اینا کن. عزیزم و اگر حکومت رو پس بزنی، این حکومت ولی معصوم رو چه بلایی سرت میاد؟ به حالت قبلی برمیگردی. ها این شد؟ جواب بده. حتی سر میتونی تکون بدی. خیر. آیا کوفیان بعد از علی ابن ابی طالب رنگ خوشی دیدن؟ به خدا ندیدن. شبی که امام علی اینا رو نفرین کرد، نطفه حجاج ابن یوسف بسته شد. پدری از اینا در آورد. پدری از اینا در آورد. بلایی سر اینو میذاشتشون لا دیوار، خونه باشون میساخت. بخونید تاریخو. پدری از اینا در آورد. جوری که در میان عراقی ها الان بابه داستان شده، تعریف میکنن، میگن چی؟ کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمیکنه. خودشون برای خودشون ضرب المثل درست کردن. الکوفه ها ایها الکوفه ما دام الدهر فی القدر معروفه. ای کوفه با تو هم ای کوفه تا موقعی که دنیا باقی است تو پدر سوختگی معروفی، شلک و پدر سوختگی معروفی. العراق اهل النفاق و الشقاق. نمیشه. خدا نیست اگه این اتفاق نیفته. ولی معصومو پس زده، بلا سرش میاد. ببین چی میشه. همین عزیز دل من. نه برو بعدی. خدا حالا چی کارت میکنه که ولی معصوم بود؟ سنت الهی یک دونه دونه آیار داره میبینی. 25 شد 26 داره پیش میبره. خداوند فرمود فانا محرمة علیهم 40 سنه. چون این کار را کردند ارض موعود 40 سال بر آنان حرام شد. چون این کار کردن زمین موعود بر اونا 40 سال حرام شد. بر ما چیز حرام میشه؟ زمان موعود. باریکالله. اوضاع ما خیلی بیریختره. چرا بیریختره من بهت میگم. اوضاع ما از بنی اسرائیل بیریختره. یتیهون، سرگردانی کشیدن فی الارض، رو زمین سرگردون شدن. میدونی چی میشد؟ گفتن بابا ولش کن، موسی که رفت بیاد برگردیم مصر. آقا راه مصر رو گرفتن، راه رفتن شب خسته شدن، کف مرگشون رو گذاشتن زمین. صبح بلند شدن کجان؟ سر جای اولشون. گفتن ولش کن میریم میجنگیم، غلط کردیم. یوشع ابن نون بعد از حضرت موسی پیامبر شد بر اینا مثلا. البته نه بخش یوشع ابن نون بعد از مرگ حضرت موسی. اینجا حضرت موسی که نمرده که، غیبت رفت به غیبت. ببین موسی آیا مرد؟ خیر، موسی زنده به غیبت رفت. موسی چی شد؟ زنده به غیبت. امام زمان اول غیبت صغرا رفتید. نه بابا اینا خیلی نفهمن. کلن رفت. این اتفاقا افتاده بابا. کجای کاری؟ خدمت شما عرض کنم. بعد میگه امام زمان چرا زنده باید باشه؟ به همین دلیل که موسی باید زنده باشه. به همون دلیل که عیسی رو می‌خواستن به صلیب بکشن، گرفت بردش. 3 روز بهشون فرصت داد شاید آدم بشن. دید نه بابا کلن کشید برد. خیلی داغونن. پیداش کنن تیکه تیکش میکنن. این هدایت نمیخواد. هدایت رو نمیخواد، تحویلش نمیگیره که هیچ، میخواد بکشدش. گرفت بردش. 40 سال سرگردون بودن بدبختای بیچاره ها. بعد خدا ببین چی میگه، چه حالی میده به پیغمبرش. فلا تأس علی القوم الفاسقین. آره تو زیاد متاسف نباش برای این قوم فاسق. نوش جونشون. حضرت موسی گفت ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین دیگه، درسته؟ بین ما و قوم فاسق چیکار کن؟
جدایی بنداز. گفت آره اینا قوم فاسقن، ناراحت اینا نباش، پدرشون در میاد. پس اول ولی معصوم ازت میگیره، دو بدبختیت شروع میشه، زمین موعود یا زمان موعود برای تو حرام میشه، و آخرین سنت الهی که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، خدا شاهده، آدم تنش میلرزه. نگاه کنید چی میشه. فبما نقضهم میثاقهم، و چون میثاق خود را نقض کردند، عهد بسته بودن دیگه ها، گفتن خدای میریم به زمینم، لعناهم، لعنتشون کردیم. یعنی دردونه های خدا یادت تو دستش گرفته بود میبردیم ورون ور، لا پنبه گذاشته بودشون، انداختشون زمین، لعناهم، سرگردونی کشیدن. عزیزم تو دعای ندبه چی میگی به امام زمان؟ الا متاعها رفیق یا مولای، تا کی سرگردونت باشم؟ فوق العاده است. اونا به زمین موعود نرسیدن، تو به زمان موعود باید نرسیدی، درسته؟ ببین میگی الا به سوی متا، کی؟ به سوی کی سرگردونت تو باشم؟ خیلی ادبی حرف. به سوی کی خیلی زیباست. الا عین نمیگه به سوی کجا، میگه تا کی سرگردونت باشم. اصلا فهمیدی سرگردونی؟ قوم موسی فهمید. میدونی چرا؟ میگم ما بدبخت‌تریم. گرسنگی اونا فیزیکی بود، سرگردونیشون فیزیکی بود، موسی رو فیزیکی دیدن از بینشون رفت. ما رو تو به خاطر اینکه اوضاعمون بیریختر بود، هر ستار بند فیزیکیشو از ما گرفت و تبدیل کرد معنوی. گرسنگی فرهنگی است، نبودن فرهنگی است، زمینی در کار نیست، زمان هیچی نمیبینی. اولین قومی که فهمیدن ایرانی‌ها بودن، اولین قوم. و چون لعنت ببین بعدش چی میشه، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشونو سنگ میکنیم. دلاشونو که سنگ بکنیم چی میشه؟ سری بر نمیگرده بگه غلط کردم. ببین خدا با چپ افتاده دیگه، نیاره خدا اون روزی که با چپ بیفته در بیفته. قلوبهم قاسیه، وقتی قلوبت قاسیه بشه بعدی رو بیشتر پدرشو در میاری. آقا علی ابن ابی طالب رو پس زد، امام حسن رو پس زد با توهین بیشتر. آزمون اقتصادی ازشون گرفت امام حسن، خودش 2 بار تمام دار و ندارش داد، بخشید تو زندگیش. رسید به آزمون جهاد، چیکار کردن؟ طلایه‌دار سپاه امام حسن عبیدالله ابن عباس با 1000 دینار فروخته شد. خبرش دادن به امام حسن، دست گذاشت به کمرش. فرمانده سپاهشو معاویه با زر خرید. آزمون اقتصادی ها، در مقابل زر خرید. آقا نامه دادن به معاویه، گفتن مدیریت تو از این بهتره، اراده کن کتبسته حسن ابن علی رو به تحویل میدیم. کیا؟ سپاهیان امام حسن. ریختن تو خیمش، سجاش نماز میخون، سجاده رو از زیر پاش کشیدن. این کارا که با معلی نکردن که. فهمید چی شد؟ قلوبهم قاسیه شده ها. تو هر امام داره بدتر اجرا میکنه. از زیر پاش کشید افتاد زمین، با چاقو زدن تو رون پاش. اومدن نجات دادن امامو و میخواستن تحویل معاویه بدن. جنازه رو تیربارون کردن. امام علی با ترور کشته شد، شهید شد. امام حسن هم با ترور بود، یعنی خود مردم نکشتن. آقا دومی رو اینجوری که جنازه رو تیر زد، سومی دیگه خودش اومد، چون قلوب دیگه قاسیه شده، قسی القلب شد. سومی رو خودشون کشتن. میفهمین قربانی حالا یعنی چی؟ ابلیس قربانی گرفت. از کی قربانی گرفت؟ یعنی عزیزم ابلیس هدفش تو این ذری پاکان رسیدن به اون نخ اصلیه و خودش نمیتونه این کارو بکنه. کیا این کارو میکنن؟ حرومخوارها و حرامزاده های قسی القلب. نگفتم مال حرام میبنده این دل و دیگه آدم هیچی نمیفهمه. دقیقاً داره اتفاق میفته. اول آزمون اقتصادی قارون ها لو رفتند. ببین چقدر قشنگ دونه دونه این اتفاق افتاده. نگاه کن ببین چی شد. چون این کارو میکنه پدرشون در اومد. خدا شروع کرد لعنت. چون قسی القلب شد، یهود به جایی رسید که توی بین الطلوعین 70 تا پیغمبر رو سر بریدن. 70 پیغمبر و یهودیان توی بین الطلوعین سر میبرن. این فاجعه است. کار به جای رسید دردونه های خدا شدن دشمن انسی خدا، مقابلش وایسادن و شدن یاران ابلیس. خدا تو قرآن به اینا میگه حزب شیطان، شدید یاران شیطان. و چه شد؟ حالا دوزاریت میفته. عزیز من بخوای آدم بشی برسی، دقیقاً رابطه رو برگشت پذیری باید برگردی. اول از لعنت خدا خارج بشی، که قسی القلب بودن خارج بشی، که بفهمی سرگردونی.
وگرنه عمرن نتونی. ببین میگه برای اینکه میثاق بتونی ببندی باید همینا رو برای اینکه میثاق بتونی ببندی، نگاه کن، برای اینکه میثاق بتونی ببندی باید از لعن خدا خارج بشی که قلبت از قسی القلب بودن خارج بشه. گرفتی؟ برعکس باید بری عزیزم. برای اینکه عهد بتونی ببندی، بگو ببینم اونی که کله صبح بر امام زمان میخونی اسم دعاش چیه؟ عهد. باریکلا. برای اینکه عهد بعد بتونی ببندی باید از لعنت خدا خارج بشی. خدا شروع کرد لعنت فرستادن، گفت لعنت بر شما که هدایت من رو فرستادم کشتید، لعنت بر شما که کشتید، لعنت. همینجوری داره فوش میده. آقا مثال برات بزنم کیف بکنی جا بیفته مطلب. یه بنده خدا رو جا دزده اشتباه گرفتن داره میره، مردم دنبالش افتادن گوله دارن میگن آی دزد آی دزد آی دزد. این بنده خدا برای اینکه بتونه فرار کنه بهترین راه چیه؟ خودش هم بگه آی دزد. عزیزم تو زیارت عاشورا داری چی میگی؟ خدا میگه لعنت لعنت لعنت. بله لعنت. آی دوز به من چه؟ برای تو الله. من اصلا با تو الیکم منهم و من اشیاءهم و اتباعهم و اولیاءهم. من نه با اون کسایی که پیروی کردن، نه اون کسایی که بیعت کردن، نه با اون کسایی که تبعیت کردن و الجمد و اونایی که لجام، اونایی که تو جنگ بودن که هیچ، خدای اونایی که حتی لجام زدن به اسباشونم کمک اینا کردن، من با اونا هم کار ندارم. غلط کردم من چی؟ بیا لعنت، بیا لعنت بر اونا، لعنت بر اونا، لعنت بر اونا. خوبه؟ خود آی دوز. خدای دیدی راستی ما خودی ما سلم لمن سالمکم و حرب لمن. ها ببین تا 100 تا لعنه رو ندی 100 تا سلامو نمیذاره بدی. دقت کردی؟ آقا بعد از این که تو میای خارج میشی بعد نگاه کن ببین ایکس میذاره هر کی. ببین خیلی جالب میگه اللهم لن اول ظلمن ظالم حق محمد و آله و آخر تاب الله و علیه. میگه هر کی از اول ظلم کنه تا آخر چه میدونم هر کی تو اون قرار میگیره دیگه. خیلی برای چی؟ بخاطر اینکه به تو هم برسه. تو یه نسلی فهمید آقاش میگه اینو بگو، بعد تو میتونی سلام بدی. حالا نگاه کن آیا قبول دارید قسی القلب هستیم یا نه؟ آره. بگم چرا؟ اولا اصلا و ابدا نبود امام زمان رو درک نمی کنیم. چرا؟ چون قسی القلبیم. ببین عزیز دل من، اصلا میگه امام زمان باشه خوب، اصلا این درکی نداریم. یعنی چی؟ خب حالا ما داریم درس میخونیم، اومد خدا خیرش بده، نه ایمدم که ما داریم زندگیمونو میکنیم. نمیفهمی چون من و تو بدبخته اون بیچاره است. بعد خدا کری هم برات میخونه میگه قسم به زمان همتون دارید ضرر میکنید، نمیفهمید، به هلاکت میرسید، میمیرید. که اگه بدونید اون آخریه بیاد، همون آخریه که داوود براش اشک ریخت، همون آخریه که امام صادق گفت اگر درکش میکردم تمام عمر خدمتش را میکردم. بدونی اون حکومت چیه، تازه بدان دیوانه تو میتونی داشته باشی اونو، خبر نداری. تو میتونی اونو داشته باشی. قسی القلب نیستی؟ برو بهت بگم. آقا روزه کربلا دارن میخونن، باید حتما مقتل تعریف کنن تا گریه کنه طرف، غیر اینه؟ میدونی چرا؟ بعد از کشتنها بگن دقیقاً این همان روزه است که عمر سعد هم بهش گریه کرد. سر مبارک امام زمانشو وقتی آوردن بالا دید آخ زد تو سرش، گفت خدای من نمیخواستم به اینجا کشیده بشه. آزمون اقتصادیشو پس زد. بعد رسید به آزمون جهاد. دیدی چی شد؟ گندمای ری دلشو برد. گفت آخ خدایا نمیخواستم این اتفاق بیفته، اشتباه کردم خدای من، غلط کردم، نفهمیدم، خدای متوجه نبودم. عزیز دل من چه فرقی داری با اون؟ تو من و تو چه فرقی داریم؟ برای منم که باید گریه زاری تعریف، باید سربریدن تعریف بکنن که بفهمی. یعنی برات بگه امام زمان از مکه راه افتاد به سمت کوفه، زار باید گریه بکنی. آخ یعنی اون اتفاق میخواد بیفته. اینه عزیز دل من، نشدیم. اونا که نگاه کن دقیقاً باید برعکسشو بری تا این قاصیه رو ازت بگیره. من میگم نگاه کن مدلش اینه که مدل امام زمانی که خواب باید بیدار بشی. زیارت عاشورا همین الان بیا بخون، کاریت ندارن که. پیش قرآن بخون، پیش حد دعای عشقته بخون. شرمنده دعای ندبه و دعای عهد که مال امام زمانی کی باید بخونی؟ کله صبح از خواب بیدار بشی. خدا میگه همتون خوابید. آیاتنا لغافلون. آیه اولی دی براتون گفتم همتون غافلی، به خاطر داری خسران میکنی. توی این ببین کسایی که توی این برهه غیبت دارن میمیرن بدبخت‌ترین مردم روی زمینن. قبلیا پیغمبر امام بالا سرشون بوده، میتونستن آقا 6 ماه سوار الاغ بشه برسه امام زمانشو ببینه، میتونست. میفهمی؟ بگو من حاضرم 6 سال سوار الاغ بشم. نمیتونی دیگه، شرمندتم.
به هر کس نمیده. خوابی نمیفهمیم، بیدار شو. یه دانشجو دارم، این بنده خدا اومد یه روز به ما گفت استاد تو رو خدا بذار من بیام قبل سخنرانی بیام حرف بزنم. گفتم چی میخوای بگی؟ این اونوریه ها بنده خدا برگشته. این آدم میگه بیام من به این دانشجوها بگم ببین عزیز دل من، راستم میگه باباش یکی از کله گنده های مملکت حوزه اقتصادی، اسم کارخونه باباشو بگم همتون میشناسید نمیگم. ایشون اومده میگه که من برم به اینا بگم بابا من 1000 تا دوست دختر داشتم. قشنگ همینه میگه. این بدبختایی که آرزو میکنن، بچه تهران میگفت، این بدبختایی که آرزو میکنن یه جمعه بتونن مثلا با دوست دخترشون پاشن بیان خزر شهر و محمود آباد و فلان جا، خب من اراده بکنم توی اروپا میتونم برم تفریح. راستم میگم میلیاردرن، مولتی میلیاردرن. من بیام بهشون بگم من ته تمام این راهها رو رفتم، به خدا قسم برای این ما آفریده نشدیم. فهمیدم هیچی نیست. تا کی؟ ببین عشق میخوای چی کار کنی رو زمین دیگه؟ با گوسفند چه فرقی داریم؟ چی کار میخوای بکنی رو زمین؟ بابا تو برای این آفریده نشدی، بگیر اون هدایت رو. به خاطر همین جالب بدونید غربی ها برای جریان ظهور آماده تر از ما و جریان آخرالزمان از غرب شروع شده. میبینید اونا زودتر از ما به این رسیدن، چون تمام عشق و حال انجام داد دیگه نمیدونه چیه. تازه این بدبخت تو ایران آرزو میکنه یک دهم اونو داشته باشه، ماشین عوض بکنه هر سال ماشین 150 میلیونی. نه بابا یه پژویی داشته باشیم بریم اینا فلان، بزنه یواشکی یه ودکا جور بکنه بره اون پشت تو خرابه قاطی فلان چیزا بگیره بخوره. اینا آرزوش بدبخت ببین کجا رو میخواد بره بگیره. میگه بیا من برم به اینا بگم. دانشجو دارم به والله قسم مدل بوده، خوشگل خوشتیپه، مدل بوده، عکسش نشون میده. برگشته میگه بذار من برم به اینا بگم بیچاره ها. خودش میگه ها، برای خودش داره میگه بیچاره، میگه یعنی گذشته خود. بهشون بگم بابا عزیز دل من بدبختیم، یتیمیم، پدر نداریم. بگرد، با پدر خونده نمیشه زندگی کرد، بگی بابا تو بیار. میگه من بیام به اینا بگم. بنده خدا اومده به من میگه این چی نمیشه برای امام زمان مدل باشم من؟ میگم نه عزیزم این یکی رو بعید میدونم نیاز داشته باشه، حالا چه میدونم. حالا میگه من چی کار از دستم برمیاد؟ نشسته فیلم 2012 منو 3 ساعت و نیم خدا شاهده نشسته همه رو نوشته، برده بده انگلیسی کنن، زیرنویس انگلیسیشو بفرستن خارج، برای کشور خارج. یه فیلم 3 ساعت و نیم و دونه دونه با ویرگولاش من مکس کردم. اینقدر قشنگ داخل پرانتز نوشته خنده، یعنی اینجا فلانی خندید. زیرنویس دیدید میکنی صدای در اینجوری چیزا مینویسن، دونه دونه اینا رو برداشته اینجوری کاری. میگه من این از دستم برمیاد. آقا ام اس داره ایشون، این بنده خدا جزء چه بیماری‌های ام اس کارتشو من نشون داد. میگه از موقعی که اومدم تو این سیستم خوب شدم، آمپول دیگه نمیزنم. باباش پزشکه، مونده این چیه؟ مونده. جالبه بدونید چند وقت 3 روز میخواست بره مشهد، به باباش گفت میخوام برم دبی، چون اگه میگفت مشهد نمیذاش بره. گفت میخوام برم دبی، گذاشت رفت. اینا اون تهشن. با یارو خارجی اومده باش صحبت میکنه میگه نمیفهمیم، ما رسیدیم. آیت الله عراقی گفت غربی ها زودتر از ما به جریان ظهور میرسن، میفهمن که برای این آفریده نشدن. فهمیده غرب فهمیده اون بالاییه رو میخواد. فتنه سوم رو کردن. چی؟ چون اون بالاییه رو نخواد، نگاه کن، میخواد اون بالاییه رو نخواد، براش داره جهان موازی نشان میده. میگه تو جهان متعالی نخوا، بیا بهت موازی میدم. تو فیلماش اینو داره راه میندازه دیگه. میترسه. عزیزم به بیش فعالی افتاده، چون میدونه اون بیداری اتفاق افتاده. مؤسسه گالوب گفت بجنبید تا 20 سال آینده جمعیت غالب اروپا مسلمانان خواهند بود، نه ماها مسلمان اروپایی که باز دنبالش بدهی پشت سرش نماز بخونی. فهمیدی؟ اینا تو جمهوری اسلامی اون حجاب نگر نمیداره، اون تو دل فرانسه است، تو دل آلمانی که اون نئونازیا بگیرنش تیکه تیکش میکنن تو خیابون. گفت بجنبید تا 10 سال آینده منصب‌های اصلی در روسیه از دست یهودیان خارج شده و به دست مسلمانان خواهد رفت. کشیش آلمانی رفت جلوی کلیسا، الکل ریخ رو خودش، آتیش زد خودشو، یارو خودشو کشت که به این کلیسا بفهمونه اعتراض کنه نسبت به گرایش شدید به اسلام. نه اینه که من و تو داریم، من و تو نمیفهمیم چی به چی. عزیزم این کشور عربی رو نگاه کن، رفته داره میزنه تو سرشون. تنها کشور اسلامی که اینجوری وایستادی داری حال میکنی فقط تویی. به خاطر عزت ها، به خدا عزته، به خدا عزته.
عزیز دل من، همین از ژاپن گنده‌تر میخوای بشی تو حوزه اقتصاد؟ نشنیدی از ژاپن این سربازا رفتن 2 تا دختر ژاپنی رو بهشون تجاوز کردن، بعد میخواستن آقا ژاپن با اون دبدبه کبکبه جزو G8 خب 8 کشور بزرگ صنعتی دنیاست، حق کاپیتولاسیون دارن آمریکایی ها تو اون کشور. یعنی شما اون سرباز آمریکایی رو نمیتونی محاکمش کنی. به ناموسشون تجاوز کردن، نمیدونم ناموس میفهمم اونقدر چیه، تجاوز کردن، توهین نمیکنم، نمیدونم چقدر براشون حساسیت داره، به ناموسشون تجاوز کرد. بعد سوار هواپیما شدن این 2 تا سرباز آمریکایی، گفتن بای از پنجره، رفتن اونجا، رسیدن این برنامه ماهواره‌ای ترتیب دادن، گفتن چی شد؟ خبرنگار ازش گفت تو ژاپن چه خوش میگذشت مثلا چه؟ میگه خیلی عالی، ما لذت‌های گوناگون تو ژاپن می‌بردیم. قشنگ بهشون انداخت. یعنی من اینم وقتی میاد عکس شکنجه‌های جنسی زنان مسلمان میده بیرون امریکا، یعنی من اینم عزیزم، بیام همینه. قبل اینکه بیام خودت با من را بیا، قبل اینکه بیام اینه، با من را بیا. قرآن میگه نترسید، ان تنصروا الله ینصرکم، با من باش. بابای اینام نمیتونه کاریت بکنه، وسط دریا غرقشون میکنم، نترس. آقا معجزات رو قوم موسی دیده بودن، تو ندیدی؟ 8 سال جنگ و برو تاریخشو بخون، بی‌طرفانه خودت کفت میبره، به وجود خدا ایمان میاری. این میشینه چجوری وایساده؟ هر بامبولی که توی مملکت در اومده هر کدوم یک کشور زده زمین، هر بامبولش یک کشور زده. یه روزی نیست یه سوژه نباشه توی مملکت، همیشه یه سوژه هست، همیشه. اینا همش معجزه است. یه فامیل ما داریم بنده خدا یه خورده بی‌دین و ایمان بود، اخیراً یه خود آدم شده. بعد میگه حالا به شوخی میگه اون که دلیل ایمان آوردنش دلیل منطقی داره، میاد بحث میکنه. میگه من به 2 دلیل ایمان آوردم، اولا خدا وجود داره، دوم امام زمان. گفتن خب دلایل تو بگو. گفت خدا وجود داره، از این ماجرای مملکت فهمیدم. چجوری مونده واقعا؟ من دارم به اخبار سیاسی رو نگاه میکنم، بابا گرجستان پوکید با 10 میلیون دلار، این فلانجو اینجوری، این چجوری مونده این؟ گفتم امام زمان چجوری فهمیدی؟ گفت از رو ماشین بابای تو. رو ماشین بابای ما چجوری؟ گفت رو ماشینش دیدی شیشه عقبش زد یا حجت بن الحسن العسکری؟ گفتم خب آره. گفت من موندم این با این رانندگیش تو تهران چجوری تصادف نمیکنه؟ این قطعاً به خاطر اون شیشه است. خب والا آقا با مثال نغزم نگاه بکنی اصلا تعجب میکنی چجوری بابا مونده این مملکت. این همه چه اتفاقی داره میفته بینمون؟ سیاسی بازی، کثافت کاری، همش مردم رو بیایم قاطی کنیم، 2 بخش کنیم، اینو بگی سبزه اون یکی بگی قرمزه، این یکی بگی چیه. کجا رو میخوای بگیری؟ به والله قسم جواب اون 300,000 تا رو چجوری میخواین بدین؟ جواب اون یه قدمی که باید 25 تا صلوات فاتحه بفرستی چجوری میخوای بدی؟ عزیز دل من یه سوال دارم از این مسئولین. شمایی که بهتر از من میدانید توی جمهوری اسلامی مسئول شدن میدونی یعنی چی؟ یعنی اینجوری آمدن بدون 1 قرون اضافه، اینطوری برگشتن، پیرتر شدن. چرا؟ چون جوابتو میگن اون دنیا از خدا میگیری، چیزی نمیخواد، تو صبح تا شب باید حمالی کنی. چیست که اینجوری دعوا شد؟ بودیم چه میلی داشتن این بندگون خدا برای خدمت بکنیم به برای بهشت داشتن اینجوری دعوا میکردن. تو مملکت ما جوون ایرانی رو زد، نفهمیدی. به والله مهم نیست ندا آقا سلطان رو کی کشت، نیروی انتظامی یا اون آرش حجازی نمیدونم چی بود اون یارو بلند شد رفت با استاد موسیقیش. مهم نیست. بگم چرا؟ مهم اینه نفهمیدید ایرانی رو ایرانی کشت. بیا یه لول بالاتر نگاه کن. انداختت به جون هم دیگه، نشسته اون بغل داره میشینه قهقهه مستانه داره میزنه. چه خوشگل دارید از هم قربانی میگیرید. نه کارش اینه، صهیونیست برنامه ریزی کرده. عین من آقا عملیات روانی میکنیم علیه خودمون. قوم موسی شدیم داریم میزنیم خودمون. کجای کار؟ تفرقه قوم موسی دونه دونه اینا رو مثال زده برای این پای قرآن آورده. دیگه سرتون درد نمیارم، جلسه برام طولانی شد. یک سنت الهی هم مونده بود نمیگم. حکومت ولی معصوم حضرت داوود که تو اونجا اینا از آزمون جهادم سربلند بیرون رفتن و آزمون 3 از اینا گرفته شد. خب سرتون رو درد آوردم، سلامتی خودتون صلوات بفرست.